نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. برنامه امروز را شروع میکنیم. همونطوری که در اعلان برنامه دیدید، موضوع خاصی در برنامه این هفته نداریم. یک چند تا کلیپ کمدی است، انشالله در طول برنامه پخش خواهیم کرد. از شروع برنامه تماس های شما عزیزان را هم خواهیم گرفت. طبق عادت همیشگی بعد از یکی دو برنامه‌ای که موضوعات خاص و طولانی است و فرصت کمی به بینندگان عزیز داده میشه، برنامه‌ای رو به شما عزیزان اختصاص میدیم. می توانید که حتی موضوع تعیین بکنید برای این برنامه و در هر بخشی یا شبهه‌ای که در مسائل شرعی و مذهبی دارید میتونید با ما گفتگو بکنید. همونطوری که میدانید بیشتر در برنامه آن روی سکه به شبهات و اتهاماتی که بر علیه اهل سنت و مذهب اهل سنت و اسلام زده میشه صحبت میکنیم. همونطور که خدمت شما عرض کردم، یک کلیپ کمدی است در برنامه امشب. در شروع برنامه خدمت شما عزیزان پخش میکنم، با همین کلیپ رو میبینیم. در موردش حرف و حدیث هایی داریم. گوینده این کلیپ شخصی از همه شما میشناسید. بارها دروغ ها و شبهاتی رو که در موردش صحبت کرده در برنامه‌های مختلف ما پاسخ دادیم. ایشون آقای رائفی پور یکی از مناظرین به اصطلاح جمهوری اسلامی است و خیلی از انسان‌ها در ایران شیفته این شخص هستند. حتی خیلی از آخوندها از ایشان تعریف و تمجید میکنن و بعد از 40-45 سال که آخوندها نتونستند مردم رو فریب بدن و دستشون رو شد، خلاصه یک سری انسان‌هایی رو که آخوند هستن اما بدون عبا و قبا، بدون عمامه، اینا رو آوردن. میخوان یک چهره جدیدی به اصطلاح از تشیع یا از نظام برای مردم نشون بدن که بله، حالا اگر آخوندها نتونستن، اینا میتونن نظام رو زنده نگه دارن. این کلیپ رو با هم میبینیم، در موردش صحبت داریم. تو نگاه ما علامه اقبال لاهوری شاعره که به فارسی شعر میگفته، در حالی که ایشون اندیشمندی بوده که به شعر هم مسلط بوده. اصلا امثال علامه اقبال لاهوری این تفکر رو در ذهنها کاشتن که مسلمان ها جداشن کشور بر خودشون رو بسازن. زمان شاه به تمام خیلی از کشورهای اسلامی ایشون سفر کردن، غیر اسلامی سفر کردن. ساواک اجازه نمیداد وارد ایران بشه، یعنی دستگاه امنیتی شاه اجازه نمیداد، نمیگفتن اینا خطرناکه وارد ایران. تو نگاه ما علامه اقبال لاهوری شاعره که به فارسی شعر میگفته، در حالی که ایشون اندیشمندی بوده که به شعر هم مسلط بوده. اصلا امثال علامه اقبال لاهوری این تفکر رو در ذهنها کاشتن که مسلمان ها جداشن کشور بر خودشون رو بسازن. زمان شاه به تمام خیلی از کشورهای اسلامی ایشون سفر کردن، غیر اسلامی سفر کردن. ساواک اجازه نمیداد وارد ایران بشه،
یعنی دستگاه امنیتی شاه اجازه نمیدادن، میگفتن اینا خطرناکه وارد ایران. خب دوستان عزیز، این آدم مسخره که حالا خودش رو به جای مفکرین و اندیشمندان و اینا هم جا میزنه، خب کسی نیست به این بگه خب تو مجبوری در مورد مثلا علامه اقبال صحبت بکنی. اولا علامه اقبال با وجود اینکه یک شاعر معروف معاصر فارسی زبان هست و شاید در 100 سال گذشته ما شاعری هدفمند و شاعری ورزیده مانند علامه اقبال نداشته باشیم. یعنی میتونیم ادعا بکنیم که در 300-400 سال اخیر ما شاعری مانند علامه اقبال لاهوری در زبان فارسی نداریم. البته از این شاعرای بی هدفی که فقط به خاطر وزن و قافیه شعر میگن که زیادن، اما شاعری باشه هدفمند، به قول معروف میگن هر شاعری مانند یک پیامبری است، یک رسالتی داره، نه پیامبری که به او وحی میشه. علامه اقبال لاهوری یکی از اسباب بیداری عرب و عجم شده، یعنی عرب ها و فارسی زبان ها. در یک شعر معروفی داره که در مورد آرزوی خودش به اینکه بتونه شعر خودش رو و هدف خودش رو در بین عرب ها هم پخش بکنه، شعر معروفی داره که در اون میگه که نوای من به عجم آتش کهن افروخت، عرب ز نغمه شوقم هنوز بی خبر است. یکی از شاعرای عرب وقتی که این شعر رو میخوانه، میاد کل دیوان علامه اقبال لاهوری رو به عربی و به شعر ترجمه میکنه. خیلی جالب است، یعنی کل دیوان رو ترجمه میکنه به شعر عربی. بعضی جاها اون شعر عربی که ترجمه شده از شعر اصل فارسی که علامه اقبال رحمت الله علیه گفته خیلی شیواتر و حماسی‌تر است. به هر صورت ایشون اومده، بعضی از این آخوندا و این جوجه آخوندا و چمچه های اینا مجبورن، یعنی که در هر چیز بعد اینا اظهار نظر بکنن. شما رو چی به علامه اقبال؟ اصلا اون جایگاهی رو که علامه اقبال به عنوان یک شاعر داره متاسفانه در ایران نداشته، در صورتی که هر شاعر فارسی زبانی رو در مغولستان هم اگر پیدا بکنن یک شجره براش درست میکنن، نسبتش میدن به ایران. اما به شعر اقبال و به دیوان اقبال آنچنان که باید و شاید اهتمام داده نشده. اونم سرش در انقلابی بودن اقبال است، در سنی بودن اقبال است و در موحد بودن اقبال است. به همین خاطر زیاد اهمیت بهش ندادن. حالا این نمیدونم که چه مرضی داشته که در اینجا آمده در مورد علامه اقبال صحبت کرده. اولا بیایید یک دروغ این رو بگیم در اینجا که میگه که علامه اقبال لاهوری رو ساواک در ایران اجازه نمیداد که وارد ایران بشه. چند لحظه پیش گفتم اینا برای هر شاعری، برای هر کسی که بخوام بعد یک شجره‌نامه‌ای براش درست میکنن که اینو نسبت بدن به ایران. جالب اینجاست چرا میگیم در 300-400 سال اخیر مانند اقبال لاهوری ما شاعر فارسی زبان نداشتیم. یکی از ممیزات اقبال این است که اقبال فارسی زبان نیست، فارس نیست. دیوان شعر به فارسی داره اما فارس نیست، هندی است و زبانش هم اردو است، فارسی زبان نیست. اما زیباترین دیوان شعر رو به زبان فارسی سروده. دوستان عزیز، اقبال لاهوری در نوامبر سال 1877 میلادی به دنیا آمد
و در آوریل 21 آوریل سال 1938 فوت کرد. 1938 سال فوت علامه اقبال شما یادداشت بکنید، 1938. این اقبال لاهوری است، شاعر و نویسنده و سیاستمدار. یک قسمتی از زندگی اقبال رو در پاکستان تحریف کردن، چنان وانمود کردن که علامه اقبال لاهوری خواستار ایجاد یک کشوری مستقل به نام پاکستان شد، چون زادگاهش هم لاهور بود، شهر لاهور، فعلا قبرش هم در اونجاست و بعد از جدا شدن پاکستان از هند قبر ایشون در مملکتی به نام پاکستان قرار گرفت. پاکستانی ها آمدن به خاطر اینکه به اصطلاح توجیه بکنن این، در حالی که من بارها گفتم یکی از بزرگترین خیانت هایی که به مسلمانان در 100 سال اخیر بعد از جنگ جهانی اول شد این بود که کشوری به نام پاکستان را جدا کردن برای مسلمان ها و به اینها استقلال دادن. یک دست نشانده خودشان رو آوردن به نام محمد علی جناح در آنجا و در حالی که تعداد مسلمانانی که در هند زندگی می‌کردند بیشتر از تعداد مسلمانانی بودند که در کشوری به نام پاکستان جمع شدند. بعد پاکستان شرقی و غربی بود که پاکستان غربی جدا شد به نام بنگلادش، یک کشور جداگانه شد. به هر حال در پاکستان هم علامه اقبال رو تحریف کردن، زندگیشو میگن که علامه اقبال بانی پاکستان است، یعنی فکر ایجاد پاکستان رو علامه اقبال داشته، در حالی که این غلط است. شما اگر دیوان شعر علامه اقبال رو مطالعه بکنید، علامه اقبال لاهوری نه تنها هدفش ایجاد کشوری مستقل به نام پاکستان نبود، بلکه فکر علامه اقبال این بود که اون هندوستان مسلمان، اون هندوستانی که بیش از 700 سال مسلمان ها در آنجا حکومت داشتن، اون دوباره زنده بشه، یعنی از چنگال انگلیس و مزدوران و اشغالگران کل هند رو مسلمان ها آزاد بکنن. فکر اقبال فکر یک ایجاد خلافت اسلامی، یک خلافت جهانگیر و جهان شمول اسلامی بود که همه این کشورهای اسلامی که پارچه پارچه شده بودن اینها در زیر سایه یک حکومت جمع بشن. اما متاسفانه در پاکستان امروز میگن که بله مفکر پاکستان علامه اقبال بوده و این اشتباه بزرگی است. و این جوجه آخوندم چی میگه؟ میگه علامه اقبال اولین کسی بود که برای مسلمان ها این فکر رو آورد که بیایید شما کشور مستقل بسازید. در کجای علامه اقبال همچین حرفی زده که بیاید کشور مستقل بسازید؟ فکر اقبال یک فکر جهانی بود، فکر اقبال فکر خلافت اسلامی بود، فکر اقبال فکر یک حکومتی بود فراگیر که همه جهان رو در بر بگیره، نه تنها هند، نه تنها پاکستان رو. به خاطر همین در شعرهای اقبال که شما مطالعه بکنید همیشه از یک جهان اسلامی صحبت میکنه که از افغانستان و ایران و هند و خلاصه همه این کشورها رو در بر میگیره. اقبال همیشه در اشعارش از مجد و عظمت حکومت‌ها و امپراتوری‌ها و خلافت‌های اسلامی صحبت میکنه. حتی در مورد جوانان فارسی زبان که به اصطلاح در ادبیات بهشون میگن جوانان عجم، یک شعر معروفی داره میگه که چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه‌ام، تا به دست آورده هم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما، تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش، شعله‌ای آشفته بود اندر بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر تهیدستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده هم از روزن دیوار زندان شما. همیشه اقبال در اشعارش ببینید فکر وحدت امت اسلامی، فکر برپایی یک حکومت اسلامی، فکر برپایی خلافت اسلامی، فکر وحدت و همبستگی امت اسلامی رو داره. اما
جوجه آخوند میگه که فکر جدا کردن هر کشور اسلامی بیاد برای خودش یک حکومتی درست بکنه، این فکر علامه اقبال لاهوری بود. دروغ دیگری که در اینجا میگه که ساواک ایشون رو منع میکرد که به ایران بیاد. دوستان عزیز، ساواک در سال 1957 تأسیس شده و اونجا خدمت شما عرض کردم که یادداشت بکنید که در سال 1938 علامه اقبال از دنیا رفته. یعنی تقریبا چیزی در حدود 20 سال قبل از تأسیس ساواک علامه اقبال از دنیا رفته بوده. نمیدونم روحش رو حتما منع کردن از اینکه بیاد به ایران، اینون دیگه این آخوندها باید جواب بدن. حالا بریم یک سری در مورد اینکه علامه اقبال یا اقبال لاهوری رحمت الله علیه فکرش آیا فکر ساختن کشورهای مستقل برای مسلمان ها بود یا فکرش نه فکر خلافت بود و فکر آوردن مجد و عظمت گذشته اسلام بود. در یکی از اشعارش علامه اقبال میگه که خلافت بر مقام ما گواهی است، حرام است آنچه بر ما پادشاهی است. ملوکیت همه مکر است و نیرنگ، خلافت حفظ ناموس الهی است. در افتد با ملوکیت کلیمی، فقیری بی کلاهی بی گلیمی. گهی باشد که بازی های تقدیر، بگیرد کار سرسر از نسیمی. در اشعار اقبال همیشه شما وقتی که مرور بکنید سخن از حکومت اسلامی، سخن از خلافت اسلامی، سخن از مجد و عظمت اسلامی. مثلا میگه خلافت فقر با تاج و سریر است، زهی دولت که پایان ناپذیر است. جوانبختا مده از دست این فقر، که بی او پادشاهی زود میرست. و در شعرهای زیادی حتی نظام غربی رو، دموکراسی غربی رو، نظام جمهوریت رو که غرب به اون تشویق میکرد اون رو نقد میکنه. مثلا میگه که زمند اهل مغرب را پیامی، که جمهور است تیغ بی نیامی. چه شمشیری که جانها می ستاند، تمیز مسلم و کافر نداند. نماند در غلاف خود زمانی، برد جان خود و جان جهانی. به هر صورت این در مورد علامه اقبال و اینکه ایشان در قید وطن و نسب و حد و مرز نبودن و این مرزهایی رو که امروز در بین کشورهای اسلامی است، هیچ گاهی علامه اقبال لاهوری این مرزها رو به رسمیت نشناخته. مثلا در جایی میگه که در دل مسلم مقامی مصطفاست، آبروی ما زنام مصطفاست. روز محشر اعتبار ماست او، در جهان هم پردهدار ماست او. ما که از قید وطن بیگانه ایم. خوب دقت بکنید، چون نگه نور دو چشمیم و یکیم. از حجاز و چین و ایرانیم ما. شبنم یک صبح خندانیم ما. مست چشم ساقی بطهاستیم. بطها منطقی در مدینه منوره. در جهان مثل می و میناستیم. امتیازات نسب را پاک سوخت. آتش او این خس و خاشاک سوخت. چون گل صدبرگ ما را بو یکیست. اوست جان این نظام و او یکیست. یعنی شما تصور بکنید که در همه اشعار مولانا اقبال لاهوری رحمت الله علیه ما چیزی از وطن و نمیدونم مرز و قوم و زبان و این چیزا نداریم. اصلا در جای دیگه شعر معروفی است، شاید کمتر افغانی وجود داشته باشه که این شعر رو حفظ نباشه. نه افغانیم نه ترک و نه تاتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، که ما پرورده یک نوع بهاریم. بر صورت همه حتی در مورد عرب، مثلا در مورد حجاز یک شعر جالبی داره. نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما. دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین جهت با یک دیگر پیوسته ایم. رشته ما یک تولایش بس است،
چشم ما را کیف صحبایش بس است. مستی او تا به خون ما دوید، کهنه را آتش زد و نو آفرید. امت او مثل او نور حق است، هستی ما از وجودش مشتق است. نور حق را کس نجوید زاد و بود، خلعت حق را چه آجد تار و بود. خلاصه حتی علامه اقبال ببینید در اون سالها، در شروع قرن 19 در مورد فتنه ها و فسادهایی که در غرب تازه داشت در اونجا ایجاد می شد، یعنی فکر بکنید در زمان انقلاب فرانسه و در مورد نظام های جمهوریتی که در اونجا داشت تأسیس می شد، چقدر زیبا میگه: ای ز افسون فرنگی بی خبر، فتنه ها در آستین او نگر. از فریب او اگر خواهی امان، اشترانش را ز حوض خود بران. خیلی جالب است. یعنی شما این فرهنگ اونها رو و این به اصطلاح دموکراسی و این جمهوریتی که اونها بهش دارن تبلیغ میکنن و تشویق میکنن مردم رو به زور به اون، اینا رو شما برانید از خودتون. حکمتش هر قوم را بیچاره کرد، وحدت اعرابیان صد پاره کرد. تا عرب در حلقه دامش فتاد، آسمان یک دم امان او نداد. و خیلی جالب است که در مورد غرب و در مورد که حالا در اون موقع افرنگ بهش میگفتن یا فرنگ بهش میگفتن، شعرهای جالبی داره. ای اسیر رنگ پاک از رنگ شو، مومن خود کافر افرنگ شو. رشته سود و زیان در دست توست، آبروی خاوران در دست توست. این کهن اقوام را شیرازه بند، رایت صدق و صفا را کن بلند. اهل حق را زندگی از قوت است، قوت هر ملت از جمعیت است. به هر صورت آنچه که در مورد اقبال اینها نمیدانند این است که او در آرزوی برپایی حکومت اسلامی و خلافت اسلامی در سراسر جهان بود. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون را ببندید. بارها ذکر کردیم عزیزان بیننده، موقعی که تماستون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید، چون صدای ما را با چند ثانیه تأخیر از طریق تلویزیون میشنوید. بعد از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید، اینطوری بهتر خواهد بود. عده‌ای هم حتی در اون زمان، حتی امروز فکر میکنن که پیشرفت و تمدن و قوت غرب در این است که بی‌حجابی است، بی‌حیایی است، آزادی است. علامه اقبال خیلی جالب این رو به تصویر میکشه در قالب شعر. میگه که قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه از رقص دختران بی‌حجاب. دید در افغانستان آمریکایی‌ها که اومده بودن 25 سال پیش، اولین کاری که کردن ستاره افغان و نمیدونم رقص ها و موسیقی و زنهای آریان و اینها رو ترویج کردن. مردم بیچاره مسلمان چه فکر میکنن؟ فکر میکنن که اونها که پیشرفت کردن، به تمدن رسیدن، از ما پیشرفته تر هستن، به خاطر این است که زناشون مینیجوب میپوشن، رقص است و سرود است و چنگ و رباب است. نه، اینطوری نیست. اونا وقتی انقلاب صنعتی که در اروپا شروع شد، شما اگر فیلم های اونا رو ببینید، من چند روز پیش با یک دوستی صحبت میکردم، گفتم به طور مثال افغانستان اگر بدون تعطیلات پنجشنبه و جمعه به مدت 100 سال 24 ساعت ما کار بکنیم، شاید بتونیم به پیشرفت اقتصادی و صنعتی که کردن اونها برسیم. در جا به کسی که میگفت که مثلا مدت کار و فلان این چیزا، 24 ساعت اگر کار بکنیم، اونا در موقع انقلاب صنعتی که رخ داد در اروپا کار کردن، 24 ساعت کار کردن، شب و روز کار کردن، بدون وقفه کار کردن. پیشرفت تمدن آسان نیست.
میگه قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه از رقص دختران بی‌حجاب، نه از سحر ساحران لاله روست، نه از عریان ساق و نه از قطع موست. محکمی او نه از لادینی است، نه فروغش از خط لاتینی است. یعنی فکر میکنم بعضی بیدینی سبب پیشرفتشون شده، بعضی فکر میکنن خط لاتینی سبب پیشرفتشون شده. میگه نه، اینطوری نیست. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، یعنی لباس های کوتاه پوشیدن برای خانماشون حکمت در این نیست. مانع علم و هنر عمامه نیست، یعنی عمامه به سر کردن با لباس به اصطلاح بعضی میگن لباس قرون وسطایی. انسان میتونه پیشرفت بکنه. مانع پیشرفت در لباس نیست. لباس یک انسان، حجاب یک زن مانع پیشرفتش نیست. علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ، مغز می باید نه ملبوس فرنگ. اندر این ره جز نگه مطلوب نیست، این کله یا آن کله مطلوب نیست. این شعر هم پیام داره برای کسانی که شیفته فرهنگ غرب هستن، فکر میکنن که مثل غربی ها لباس پوشیدن، تقلید اونها رو کردن سبب پیشرفت است. هم پیامی است برای کسانی که فکر میکنن که لباس پوشیدن به زور و به اجبار مردمی رو ملزم کردن به پوشیدن یک لباس، این تغییری در طینت انسان، در دین انسان، در ایمان انسان، در علم انسان میاره، در حالی که اینطوری نیست. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خسته نباشید. سلامت باشید، زنده باشید. درود الله بر شما. خداوند شما را برای اسلام و مسلمین حفظ کنه. شما را هم استاد موضوع برنامه‌تون که الان چند از اشعار شاعران رو خوندید، فقط بنده اینو میخوام بگم که اسلام مرز نداره، حالا چه افغانستانی چه ایرانی چه، و وجه مشترک ما در اسلام قرآن و راه و روش یا سنت پیامبر است. یک ماجرایی که بعدها در اسلام مثل شاخه زائد بیرون اومده و متاسفانه چهره اسلام رو داره مخدوش میکنه، 2 دقیقه وقت می‌خواستم درباره این با شما صحبت کنم استاد. بفرمایید. داستانسازی بهره بردن، خواهش میکنم، داستانسازی بهره بردن و منفعت بردن از دین یکی از ترفندهای مذهب شیعه است. مذهب شیعه زمانی که نتوانست از دین اسلام سود و سوء استفاده کنه، با وجود قرآن و اهل سنت عرصه را بر خود تنگ دید و در یک بنبست دین قرار گرفت. از این رو به فکر گسترش و توسعه مذهب شیعه خودش شد، چون با وجود اهل سنت و روایات اهل سنت که خیلی نزدیک و همسوتر با قرآن و اسلام بود، غیر ممکن بود که مذهب شیعه دوام و یا به حیات خود ادامه بده. البته از این رو دست به گریبان خرافات و روایات سازی و مظلوم نمایی مذهب خود شد. یه مثال عرض کنم خدمت شما استاد انصاری. ببینید مثالش حسن عسکری، امام 11 شیعیان، که یک شخصی عقیم بود که بچه دار نمیشد، به قول امروزی‌ها اجاقش کور بود. بعد از مرگ حسن عسکری تعداد زیادی از علما و پیروان شیعه در آن زمان به این فکر افتادن که با مرگ حسن عسکری پایان مذهب شیعه علنا کلید خورده. پس با این ترفند رو به آوردن که یک کودک خردسال رو به عنوان فرزند حسن عسکری به مردم و پیروان اون زمان معرفی کنن. درست. از اون جایی که آحاد مردم به این حقیقت واقف بودن که حسن عسکری فرزندی نداشت، به ناچار این کودک رو فرزند حسن عسکری معرفی کردم علما و بزرگای شیعه، و در بین همین
مردم و پیروان شیعه عده قلیلی به خاطر باور نداشتن به این موضوع کمر به کشتن این نوجوان بستند، تا جایی که علما و بزرگان شیعه مجبور شدند این نوجوان را در گوشه‌ای از سامرا به طور موقت مخفیانه پنهان کنند و این ماجرا گذشت تا چند سال بعد که هر روز از آب و تاب و قدرت و شوکت مذهب شیعه کمتر و کمتر شد و باز علمای و بزرگان شیعه به این فکر افتادن که یک بار دیگه این نوجوان را به نام امام شیعه و وارث امام الهی و فرزند عسکری معرفی کنند، ولو به مدت کوتاه و خیلی کم. و این کارم انجام دادن و اون نوجوان رو به مدت اون نوجوان که به جوانی رسیده بود تقریبا به نام فرزند حسن عسکری معرفی کردن. البته سرنوشت این جوان مشخص نشد. عده‌ای بر این باورن که به دست همون شیعیان تندرو که باور نداشتن حسن عسکری فرزندی داره کشته شد و عده دیگر هم بر این باورن که به جمع مردم پیوست و زندگی معمولی رو شروع کرد. اینو می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. علما و بزرگان شیعه همین اتفاق را در ظاهر و غایب شدن این نوجوان، غیبت صغرا و ظاهر و غایب شدن دیگری این نوجوان را غیبت کبرا نامیدند تا با این ترفند شیعه بدون امام نماند و علمای شیعه از این حادثه همچنان که می‌بینید بهره مند بشن. استاد اینو می‌خوام خدمت شما عرض کنم. بنده یک قرآنی دارم خونه، شاید چاپش مال 10-15 سال پیشه. یه قرآنی هم بنده دست بنده بود چند سال پیش، البته مال کسی بود امانت، یه قرآن خطی بود، شاید شما بیننده هاتون ندونید. اون قرآن مال 570 سال پیش بود ماشاءالله. یعنی یک قرآن خطی بود با چرم آهو. والله بالله به حقانیت خدا به همون تک تک آیات قرآن قسم، این قرآنی که دست من بود با این قرآنی که الان بنده در منزل دارم 10-15 سال بیشتر خدمت نداره، آقا چیزی به نام امام زمان، نقی، تقی، حسن، حسین در اینا نیست، در اونم نبود. اینو میخوام خدمت شما عرض کنم که قرآن قبل از این که شما شاید بهتر از بنده بدونی، شاید هم شما یا بیننده هاتون ندونین، قبلا قرآن به این کثرت دست مسلمان ها نبود. قرآن ها خطی بودن، 100 سال پیش 200 سال پیش چاپخونه ای نبود، چاپ نمیشد و اینا همشون صفحه اولشون یا صفحه آخرشون این قرآن خطی یه چیزی داشتن به نام شناسنامه یا شجره نامه. اینو میخوام به شما بگم، این دینی که امروز اومده، این چیزی که امروز این آخوندا در آوردن یا این روافض در آوردن، با قرآن، با واقعیت قرآن خیلی بدوره. ما تنها چیزی که در اسلام داریم مرجع ما قرآن و پیامبر، راه و روش پیامبر. چیز دیگه ای نباید به این قرآن و سنت پیامبر اضافه کرد و نه چیزی از این کم کرد. و من امیدوارم که خداوند بنده و همه شما رو و بنده رو در این راه استوار و ثابت قدم نگه داره. آمین. از اینم که استاد گرامی به من وقت دادید، از خداوند تشکر میکنم و از شما تشکر میکنم و از خدا میخوام که به شما جزای خیر بده. آمین. برای شما خدا نگهدار. یا الله، یا الله، تشکر. یا الله، یا الله. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده عزیزمون که صحبت کردن یکی از عزیزان موحد هستن و بله، اینا همونطوری که ایشان فرمودن هر چند وقت یک بار باید یک علم شنگه‌ای به پا بکنن تا که دین و مذهب خودشون رو زنده نگه دارن. چرا؟ این مذهب باطل، مذهب رافضه‌گری، ربط مستقیمی با شرک داره، ربط مستقیمی با قبر داره، ربط مستقیمی با عزاداری داره و همیشه مظلوم نمایی و عزاداری و گنبد و بارگاه ساختن و قبر ساختن و خلاصه به سر و کله زدن باید وجود داشته باشه و هر موقعی که یکی از این موضوعات کمرنگ میشه اون رو میگذارن کنار، یک صفحه جدید باز میکنن. دقیقا یادم است من موقعی که کلاس اول و دوم ابتدایی بودم در تهران، علی محوری بود، یعنی شهادت حضرت علی، 27 رمضان، آی علی، وای علی، علی رو کشتن، علی رو زدن. فیلم زندگی حضرت علی هم در اون موقع سریالی پخش میکردن در اون مورد.
خلاصه اون موقع اگر به یاد داشته باشید کلا قضیه علی بود، تا که این قضیه یک کمی کمرنگ شد. خب مردم خسته میشن، صبح تا شام علی 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 کشته شد، علی رو بردن، علی رو زدن، علی رو کشیدن. بعد اومدن از تقریبا 20 سال به این طرف یا 25 سال به این طرف، کمتر و بیشتر، فاطمه محوری شروع شد. فاطمه رضی الله تعالی عنها، دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سیدة نساء العالمین، ایشون رو ملعبه یا ابزاری قرار دادن برای زنده نگه داشتن این مذهب خرافیشون. خوب اگر باید داشته باشید از 20 سال به طرف علی فراموش شده، شروع کردن به فاطمه، فاطمه آی فاطمه، دهه فاطمیه و نمیدونم فلان، اینا رو اومدن در زمان خاتمی خلاصه دهه فاطمیه رو حتی تعطیل رسمی و فلان، مسئله وفات رو به شهادت تبدیل کردن و خلاصه یک سناریو جدید درست کردن، یک بازی جدید درست کردن که بر این اساس بیان مردم رو این خرافه رو باید زنده نگه دارن در بین مردم. این ایجاد کین، حقد، عداوت، دشمنی. بله، نگاه یک رافضی به یک سنی این است که این سنی فرزند همان کسی است که فاطمه رو به شهادت رسانده. نگاهشون همین نگاه است و این کینه و این عداوت رو باید همیشه در عزاداریاشون، در مجالسشون، در شعاراشون زنده نگه دارن. بعد از مدتی دیدن که قضیه فاطمه هم رضی الله تعالی عنها دیگه بیرنگ رو شد. چرا؟ چون از یک طرف علمای اهل سنت، شبکه‌های اهل سنت، خطبای اهل سنت اومدن مثلا کتابی در مورد شهادت حضرت فاطمه اینها چاپ کردن. اهل سنت کتابچه‌ای در این مورد نوشتن، خیلی کوتاه، مختصر اما خیلی جامع و کامل، به نام افسانه شهادت، که همه دروغ‌های اینها رو چیکار کرد؟ خنثی کرد. بعد اومدن مدتی است که دیگه عاشورا و حسین و کربلا و حالا قضیه حسین و کربلا و اینها رو علم کردن. این موضوع دیگه داره کمرنگ میشه کم کم. الان مدتی است که قضیه شهادت پیامبر رو مطرح میکنن، پیامبر رو به شهادت رساندن. الان سربسته دارن صحبت میکنن، اما آنچه که در لابلای کتابهاشون و بعضی روایتهاشون که دارن فعلا که انکار میکنن، اما آیسته آیسته اینها رو میشه. الان خوب به یاد داشته باشید و منتظر باشید که از امسال به بعد علی و فاطمه و حسین کمرنگ میشه، شروع میشه شهادت پیامبر. پیامبر رو شهید کردن. حالا پیامبر رو کی شهید کرده میدونید؟ طبق روایت های اینها پیامبر رو ابوبکر و عمر با دخترانشون که همسران پیامبر بودن، عایشه و حفصه، اینها با هم یک دسیسه ای ساختن، خلاصه پیامبر رو شهید کردن. خوب الان به دقت ببینید برنامه های اینها رو، شبکه های اینها رو، سایت هایشان رو، صفحات اجتماعیشون رو، که از این به بعد شهادت پیامبر مطرح میشه که پیامبر رو مظلومان شهید کردن. اینا نه دلشون به علی میسوزه، نه به حسن، نه به حسین، نه به فاطمه، نه باقر و سجاد و نه به حسن عسکری و نه به امام زمان و نه به پیامبر. اینها هم غمشون این است که این ملت بیچاره رو چطور در این حقد و کینه و عداوت و به سر و کله زدن خودشون نگه دارن تا جیبشون پر بشه، خمس براشون بیاد، صیغه بکنن، یعنی از پول و ناموس پیروانشون سوء استفاده بکنن. من خدمت شما عزیزان یک کلیپی رو اینجا یک صفحه اول نشونتون میدم تا ببینید که کم کم داره این قضیه شروع میشه و اینها به دنبال این مسئله هستن که بله، شایان مفسد رو که همتون میشناسید، شایان مصلح، در حقیقت شایان مفسد. ایشون یک هشتگی زده به اسم شهادت پیامبر، همین تاریخ 26 آگوست، یعنی امروز دقیقاً 28 صفر یا 2 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول. در بین شیعیان شیخ مفید و شیخ طوسی معتقدند که پیامبر 28 صفر به شهادت رسیده است و بعد از آن عموم علمای شیعه طبق نظر آنها معتقد به شهادت در این روز هستند. خوب دقت بکنید، شهادت پیامبر. کلینی و طبری شیعه معتقدند که پیامبر در 12 ربیع الاول شهید شدند. این نظر را بسیاری از علمای عامه هم دارند. البته علمای عامه که اینجا منظور من
این مفسد طوری داره صحبت میکنه که انه حجت الاسلام هست، حجت الشیطان و المنافقین. اصطلاحات آخوندی است. از این متن شاید یک آخوندی نوشته بهش داده که پخش بکنه که علمای عامه معتقد هستند که پیامبر، البته علمای عامه معتقد هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوه خیبر در اونجا یک زن یهودی یک گوشت مسمومی رو آورده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کمی که از اون خوردن. بعد از اون وحی آمد بهشون که دست نگه دار، نخوردن همشو، و اثر اون سمی که در همون یکی دو لقمه اول خورده بودن در وجود پیامبر بود. بعضی از علما معتقد هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اثر همان سم وفات کردن و این شهادت محسوب میشه. اما شهادتی که اهل سنت بعضی از علما این رو ذکر کردن، با این اعتقادی که اینا دارن زمین تا آسمان فرق میکنه و اینها همیشه با تلبیس و خیانت. بله بعضی از علمای اهل سنت هم گفتن که پیامبر شهید شده. میخوان روایت رو میارن از شیعه که ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه رضی الله تعالی عنهم اجمعین اینا دسیسه کردن پیامبر رو به شهادت رسوندن و بعضی از علمای اهل سنت هم در بعضی از کتاباشون ذکر کردن که همچین چیز. این رو این مفسد شایان در تلگرام خودش این مطلب رو پخش کرده که پیامبر ببینید که آخونده از طریق چه کسانی میان این فسادهای خودشون رو نشر میکنن در بین مردم. شما مثلا تقویم‌های سال 1366 67 68 69 70 71 72 تا 80 رو ببینید، همه وفات فاطمه زهرا. بعد از 81 تقریبا میبینید شهادت فاطمه زهرا. اینا اختراع میکنن وقایع، تاریخ، داستان. الان ببینید چه داستان سرایی هایی شروع بشه که یک مداحی بیاد در اونجا بشینه، بله پیامبر رو آوردن، نمیدونم که فلانی رفته بود و یه واشکی زهر رو داخل فلان چیز انداخته بود و اون یکی زهر رو گرفته بود و با قاشق فلان به دهن پیامبر میداد و پیامبر میگفت که نه نمیخوام، این توش زهر است و این هم دست و پاشو گرفتن و ببینید چه دروغایی بعد مثلا بعد یک سری گوسفند که دوستان اگر کلیپ گوسفند کیست رو آماده بکنن که ببینید که اینها مردم رو گوسفند فکر میکنن، بعد داستان میسازن، یک سناریویی رو آماده میکنن و بعد از اون این رو میان به خورد مردم میدن. بله، و در مراسمشون بعد کیا این کارا رو کردن؟ اهل سنت این کارا کردن. چون بزرگان اهل سنت کیا هستن بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه و اینها. بعد گناه رو میندازن گردن این بیچارا، گناه روحشان هم خبر نیست از این که بله اینا اومدن این کارو کردن. و بعد از اون ببینید که یک داستانی و یک علم شنگی رو به پا میکنن که پیامبر رو چیکار کردن، به شهادت رسوندن و منتظر شهادت پیامبر طبق روایت اینا باشید. بعد از اون این داستانها رو که درست کردن، این سناریو رو که درست کردن، بعد از اون دهن اینا باز میشه، یک سری لاتایی رو دارن اینها مداها. بعد ببینید که در مداهی هاشون چی میگن. دوستان این کلیپ رو نشون بدن. الان بعد یک سری احمق‌های سنی میان چی میگن؟ ما با شیعه برادریم. گوساله اون تو اصلا به برادری قبول نمیکنه، به تو میگه حرامزاده، بعد تو میگی که ما با اونا برادریم. چقدر ذلیلن بعضیا. اخوخ بگیرای شورای اخوت در کابل از اخوان المسلمین و جمعیت اسلام و الا ماشاءالله، اینها تا در هر مجلسی میشینن شیعه و سنی برادرن. بگیر بخور کیف کن، هستش هم نگه دار. این واقعیت این است، این واقعیتی است که اینها در
دین و مذهبشون هست، در کتابهاشون هست. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید، زنده باشید. خواهش میکنم. آقای انصاری عزیز، این کسایی که الان نشون دادی توهین میکردن، اینا شما به من بگو چند درصد جمعیت ایرانن؟ اینا ولو که 1% جمعیت ایران باشن، اینها شیعیان معتقدن. اینها این حرفا رو از دلشون که نمیگن، اینا رو از لابلای کتابهاشون میگن این حرفا رو. نه اصلا شما فکر کن معتقدن، اشکال نداره، ولی اینا 1% جمعیت ایران هم نیستن. تو خود ایران اصلا مردم ایران که دیگه خودت دیدی بیشتر بیدین شد. یعنی میخوام بهتون بگم شما وقتی میگی این فکر به وجود میاد که همه اینجوری هست. اینا معرف 1% مردم ایران هم نیستن. بله دقیقا منم همینو میخوام بگم. ببینید منم همینو میخوام بگم که هر شیعه مذهبی، هر شیعه معتقد، هر شیعه‌ای که پابند اصول مذهب شیعه هست، این عقیدش هست. آقای انصاری نه بابا اونجوری نیست. ببین کسی که انسانیت داره که این حرف، اینا انسانیت ندارن. ببین شما اگه انسانیت داشته باشی، هر دینی هم بخونی، هر مذهبی هم بخونی، این حرفا رو نمیزنی که. خب اینو کتاب ها میگه، اینو که از دلش نمیگه. دوست عزیز، این که الان این طرف همین رو از دل خودش میگه. ببین اینو من نمیگم نیستن، یه عده هستن، ولی اینا خیلی جمعیتشون 1% حتی نیستن. یعنی ما اگه بگیم پس شیعیان بخوایم نگاه 99% دیگر رو به خاطر این 1% آلوده کنیم، کار درستی نیست. نه من ببینید درسته، الان حرف مشکل ما مشکل اینا نیست برادر عزیز، مشکل ما مشکل اینا نیست. شما مثلا به من محمد انصاری، شما از من میپرسی شیعه است یا سنی، درست؟ من میگم سنیم. میگه اعتقادات اهل سنت رو از کجا میگیری؟ من بدون شرم، بدون حیا، بدون تقیه، بدون تلبیس و دروغ به شما میگم که من عقیده‌مو از قرآن کریم میگیرم، از سنت پیامبر میگیرم که سنت پیامبر از طریق صحابه در کتاب‌های معروف ما، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داوود، نسائی، ابن ماجه الی آخری در این کتاب‌ها برای من رسیده و آنچه از روایات صحیح که در این کتاب‌ها آمده من انکارش نمی‌کنم. متوجه شدید؟ الان من وقتی به شما بگم شما که ادعا میکنید شیعه هستید، درسته؟ من همه ادیان رو قبول دارم انصاری جان، ولی شیعه میدونم خودتون شیعه میدونید. خب شما اعتقاداتتون رو، اعتقادات تشیع رو از کدوم کتاب‌های شیعه میگیرید؟ ببین انصاری جان 99% مردم حتی یک بارم لای این کتاب‌های کلینی و مجلسی رو باز نکردن. ما به دنیا که اومدیم تو ایران، خب من زمان شد جب مذهبی بود، همون چیزی که تو جامعه و پدرم اصلا کسی این حرفا رو نه خب ببینید شما الان یک جا دارید طرفه میرید از یک موضوع. ببینید شما در دینتون، در دین شیعه، نه بذارید توضیح بدم، بذارید چیزی رو که شما نمیخواید بگید من توضیح بدم. ما اهل سنت مرجع تقلید نداریم. اهل سنت هر کدومشون مرجع تقلید خودشون هست. الان هر سنی میره تو خونه‌اش یه کتابخونه ای داره، تفسیر قرآن داره، بخاری داره، مسلم داره، اصول دین داره، نمیدونم طریقه نماز داره، هر چی کتابا رو خودش باز میکنه، میخونه، هر چی که در اون کتاب مونده بهش عمل میکنه، درست؟ شما شیعیان نه، اینطوری نیست. شما لازم نیست که کلینی رو بخونید، مجلسی رو بخونید، وسایل شیعه رو بخونید. شما مرجع تقلید دارید. یقینا هر شیعی مقلد یک مرجع تقلید است و اون مرجع تقلید از طرف شما میخونه، از طرف شما تصمیم میگیره. آنچه که در کتاب‌های این مراجع آمده هست که مورد تایید این مراجع است، در آن کتاب‌ها اومده است که غیر شیعه حرامزاده هستند، ولد الزنا هستند و این مدعای بدبخت بیچاره از دل خودش نمیگه. آخوندی بهش گفته و اون آخوند از یک مرجع و منبع اصلی دین شیعه این مطلب رو آورده. مثلا من خدمت شما نشون بدم این کتاب کافی که دیگه مال قرن سومه، کافی که استادش علی ابن ابراهیم قمیه، کافی که در موردش میگه که کافی رو بردن به امام زمان امضا کرد، گفت الکافی کافی لشیعتنا، این کافی برای شیعیان ما کافی است.
و اخباریون شیعه یک روایت کافی رو هم رد نمی کنن. حالا اصولیون اومدن یک حرف و حدیث هایی دارن که از طرف اخباریون اونها تکفیر شدن. خودتون بهتر این مسائل رو میدونید. الان دوستان عزیز این روزه کافی رو نشون بدن. ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، حدیث شماره 431. من ترجمه فارسیشو میخونم خدمتتون. دستور به شیعیان در ارتباط با مخالفان و احکام مربوط به اموال. ابو حمزه گوید به امام باقر عرض کردم به راستی بعضی از شیعیان بر مخالفان افترا می‌بندند و ایشان را حرامزاده می‌خوانند. حضرت فرمود خودداری از آن نیکوتر است. یعنی اینو نگید بهتره، گرچه اونها هستن، حالا نگید بهتره. سپس فرمود ای ابو حمزه به خدا سوگند که همه مردم زنازاده هند جز ما و شیعیان ما. الان وقتی که این روایت یک حجت الاسلام، یک آیت اللهی در حوزه علمی قم و نجف و کربلا و اصفهان و یزد میخونه، میبخشید صدای من رو اگر شما نگذارید چون صدا منعکس میشه. بله. این رو وقتی که میخونه و به شاگردانش میگه، اینا میرن رو منبر به مردم در خطبه‌های نماز جمعه و در اونجا ابلاغ میکنن در مساجد. یک مدای گوساله هم بلند میشه این رو در ملأ عام میگه، در حالی که خود همون آخوندا تاکید میکنن که اینا رو ما به شما میگیم اما شما علنا نگید، تقیه کنید. اما بعد از این جوان ها میگن نه تقیه، چرا تقیه بکنیم؟ متوجه شدید؟ ببینید استاد انصاری عزیز، اولا من دوباره تکرار میکنم 1/1000 جمعیت شیعیان هم پای این آخوند هستن. مردم که به خونه اینا دیگه تشنن نسل جدید. بعدم انصاری جان ببین انحراف تو ببین سنیایی که میرن داعشی میشن، شما میگی اینا مسلمان نیستن، منم قبول دارم. انحراف اون برم هست این برم هست. ما نباید اینا رو به پای اون 99% بیگناه بنویسیم. اینی که میاد این مزخرفات. داعشی گفته که شیعه حرامزاده است. داعشی گفته شیعه حرامزاده است. سرشو میبره بابا، بگه حرامزاده است که بابا سنی رو سرشو میبره، شیعه هم شیعه رو سرشو میبره. در 8 سال جنگ ایران و عراق 1.5 میلیون ایرانی کشته شد، 1.5 میلیون هم عراقی کشته شد. شیعه اثناعشری رو کشتن که دلیل بر حرامزاده بودن طرف که نیست. ببینید ما داریم، شما قضیه رو نبرید به طرف داعش. اگر بخواید به طرف داعش ببرید، ما هم فاطمیون شما رو ببینید. اصلا داعش دوست عزیز، اصلا داعش چرا پیدا شد؟ قبل از سال 2000 داعش بود؟ نبود. شما وقتی که زینبیونتون اومد، فاطمیونتون اومد، آشغالیونتون اومد در سوریه، در عراق، مسلمان ها رو، اهل سنت رو فقط به خاطری که اسمش عمر بود، ابوبکر بود، طلحه بود، زبیر بود، دختری که اسمش عایشه بود بردنش تو زندان ابو غریب. در شبی 100 تا مرد بهش تجاوز کردن چون اسمش عایشه بود. در اون موقع عده‌ای از جوانان اهل سنت هم یک ریاکشنی که در مورد اکشن شما بود، در مقابل این عمل شما بود، این یک ریاکشن طبیعی بود در جامعه. در هر جای دنیا امکان داره این چیز اتفاق بیفته. یک عده‌ای از جوانان شما رفتید افراط کردید، ظلم کردید، ستم کردید. عده‌ای از جوانان اهل سنت راهی نداشتن، چاره‌ای نداشتن. یک حکومت سنی هم نبود که بیاد انتقام اونها رو بگیره، رفتن داعشی شدن. همون کاری رو البته اینو بگم انصافاً لوجه الله تعالی دارم میگم، امروز اگر من به دست داعش بیفتم باور کنین از شیعه منو بدتر میکشن. اما این رو بهتون بگم، جنایتی رو که فاطمیون و زینبیون و هشت شعبی شما کردن و قاسم سلیمانی کرده، باور کنید 1% رو داعش در حق شیعه نکرده. اینو اگر منصف باشید این رو باید بپذیرید. انصاری جان ببین، من حرفای شما رو ببین، منصف اگه باشی باید بگی که اولا ریاکشن طبیعی که نمیتونه به داعش بیانجامه. عزیز دلم اون حجم خشونت و وحشیگری ریاکشن طبیعی نیستش که اینا از ذات خبیث بلند میشه، چه شیعه چه سنی فرقی نمیکنه. نه دوست عزیزم، نه اینطوری نیست. نه الان مثلا مردم فکر میکنن این یه چیز عادیه. نه من نمیگم این چیز عادی است، من یک چیز نمیگم، اما یک چیز طبیعی است. ببینید گاهی اوقات مثلا شما ببینید حتی نگاه کالبد شناسی، الان مثلا یک دیگ آب جوشی هست، شما وقتی که ناخواسته نمیدونید که آب جوشه، دستتون رو وارد آب میشه، مغز شما یک امری صادر میکنه، چون در اون موقع مغز نمیدونه چی تصمیم بگیره، باید در ظرف 1 میلیونم ثانیه باید مغز تصمیم بگیره. گاهی اوقات چی میکنه؟ یک حرکتی انجام میده که اون دیگ آب میریزه، همه بدن میسوزه. این یک چیز طبیعی است.
گاهی اوقات انسان در موقعیتی قرار میگیره، به طور مثال اومدن ریختن تو خونه طرف، به زنش تجاوز کردن، به دخترش تجاوز کردن، بعد از اون چیکار کردن؟ خونه‌شو آتیش زدن. در عراق اتفاق افتاده. الان شما از مرد این خونه، از برادر این خونه، از فرزند این خونه چه توقع دارید؟ بیاد اونجا سر خیابون کت شلوار بپوشه، کراوات هم بزنه، بگه برادران و خواهران شیعه ما در خدمت شما هستیم، ما با شما برادریم؟ نه، یک چیز طبیعی است که بره بکشه. من نمیگم کار خوب داره انجام میده، اما یک چیز طبیعیه. بفرمایید. شیعیان تو منطقه وقتی ببین تاریخ باز میشه، وقت برنامه تا من وقت بعد مجبور میشم بگیرم، اقلیت بودن، سرکوب بودن، اونها هم وقتی به قدرت رسیدن، اون وقت اگه من بخوام بیام با این استدلال شما برات اون وقت دلیل میارم از 500 سال به الان که اینا همیشه تحت فشار بودن، حالا یه زوری به دستشون رسیده اینا. ببین نه، اینجوری نباید فکر کرد آقای انصاری عزیز. 1% جامعه سنی هم نمیشه داعش، 1% جامعه شیعه هم کسایی که توهین میکنن نمیشه. ما کرد و بلوچ و افغانی سنی و برادر خودمون، جون دل خود. اصلا این من رفیق افغانی دارم 45 سال، افغانستانی سنی. والا منم رفیق شیعه دارم، شیعه اثناعشری، آخوند، طلبه حوزه علمی قمم هست، آدم خیلی دیندارم، از خیلی هم دوستش دارم، اون به دین خودش، من به دین خودم. ما در مورد همزیستی مسالمت آمیز داریم صحبت نمی کنیم، ما در مورد واقعیت هایی داریم صحبت می کنیم که در لابلای کتاب های شما هست و اینا رو باید از کتاب هاتون بردارید اگر می خواهید در بین شیعه و سنی وحدت ایجاد. نه شما، هیچ آخوندی، هیچ شیعه‌ای جرأت داره که بگه آقا اصول کافی به درد نمیخوره بندازی سطل آشغال. وانگهی در طول تاریخ تشیع، حالا مثلا بگیم از شما صدا داره مزاحمت ایجاب میکنه، شما در طول تاریخ تشیع مثلا از 1200 سال به این طرف بخوایم پیدایش تشیع رو اگر تصور بکنیم، در کدوم زمانی کدوم حکومت اسلامی، کدوم خلافت اسلامی آمده شیعیان را قتل عام کرده؟ اصلا اومده شیعیان را تکفیر کرده، اصلا اومده شیعیان را به نوامیسشون تجاوز کرده، اصلا شیعیان را گفته که حرامزاده هستن؟ یک نمونه به من بگید. آقای انصاری عزیز، شما مثل تاریخ عزیز دلم زمان شاه سلطان سلیم در جغرافیای عثمانی 8 میلیون شیعه کشته میشن. به خاطر چی کشته میشن؟ یک لحظه دوست عزیز شما الان همین یعنی چاره که لشکر منظم نظامی سلطنت عثمانی بود، درسته؟ امینا شیعه بودن یا نبودن؟ لشکر عثمانی یعنی چاری یک لشکر منظمی که تو فیلم هم میبینید دیگه، با کلاهای مخصوص سفید دارن، دراز، لباسهای قرمز دارن، به نام ینیچاری در تاریخ عثمانی معروف است. مطالعه بکنید اینها شیعه بودن. حتی علامتشون هم، حتی علامت پرچمشون هم شمشیر دو سره، شمشیر ذوالفقار هست. مسئله سلطان سلیم، یک لحظه شما دارید، یک لحظه دوست عزیز خواهش میکنم دیگه با محمد انصاری این مسائل رو اینطوری مطرح نکنید. من این حرفایی که شما میخواید بزنید من اینو 20 سال پیش خوندم. عثمانی‌ها گوش کنید جان برادر گوش کنید جان برادر، سلطان سلیم و عثمانی‌ها دشمن شیعه نبودن، دشمن صفوی‌ها بودن و اون شیعیانی هم که در آنتالیا و در اون مناطق سرکوب شدن اونا کسانی بودن که با صفوی‌ها ارتباط داشتن. حالا اگر سنی هم با صفوی‌ها ارتباط می‌داشت میزدن میکشتنش. مثلا سلطان سلیمان قانونی یکی از اسباب کشتن پسرش چی بود؟ که گفتن که با سلطان صفوی چیز داره، ارتباط داره. چون مسئله صفویت بود، مسئله سیاسی بود، مسئله رو مذهبی نکنید. من گفتم در طول تاریخ حکومت‌های اسلامی کسی شیعه رو تکفیر کرده، کسی شیعه رو ولد زنا گفته، کسی شیعه رو قتل عام کرده. اما درسته هر حکومتی که الان در داخل ایران شیعیان، مثلا شیعیان یزد بلندشن بر علیه جمهوری اسلامی قیام بکنن، مگه جمهوری اسلامی بهشون نقل و نبات پخش میکنه؟ خب میکشدشون دیگه. پس انصاری جان یه 30 ثانیه به من فرصت بده که این جوابو بدم. ببین انصاری عزیز من،
در زمان سلطان سلیم، اولا سلطان سلیم مشکلش این بود که میخواست ایران رو بگیره. برادر من، عثمانی قدرتی بود که از غرب به اروپا حمله میکرد، از شرق به ایران. دیگه صفوی چیکار میکرد؟ یا باید وای میستاد بیان ایران رو به قول معروف فتح کنن بگیرن که الان تا افغانستان هم ترکی باید صحبت میکنن، یا باید وای میستاد میجنگید. سلطان سلیم زمانی که با صفویه، به خاطر اینکه صفویه وایساد برای تمامیت ارضی ایران، وقتی که با اون درگیر شد، مفتی اعظم عثمانی حکم تکفیر شیعیان داد. سلطان سلیم بر مبنای حرف مفتی عثمانی که البته خود سلیم بهش گفته بود، بگو 8 دستور داد هر شیعه یا هر جای امپراتوری دیدن سر ببرن. اون سربازان عثمانی که شما فرمودید انصاری جان، اونا یک عمر برای عثمانی جنگیدن در فتوحات اروپا. زمانی که سلیم با شاه اسماعیل درگیر شد، به ظن اینکه اینا در آینده به علت شیعه بودن با شاه اسماعیل همکاری خواهند کرد، 45,000 نفر زن و بچه رو عدم چیز گذرون. به ظن اینکه در آینده اینا همکاری خواهند کرد. پس ببین صفویه به خاطر اینکه می‌خواست عثمانی ایران رو بگیره باید دفاع می‌کرد. شما اینا رو هم در نظر 30 ثانیه‌تون تموم شد. 30 ثانیه‌تون تموم شد. ببخشید تا افغانستان همه ترکی داشتن صحبت می‌کردن. 30 ثانیه‌تون تموم شد. 30 ثانیه. در زمان سلطان سلیم، برادر عزیز، در زمان سلطان سلیم این شاه صفوی بود که در سال 1507 تهدید کرد عثمانی‌ها را، حمله کرد به مرزهای عثمانی. یعنی شما تاریخ دیگه شما دیگه نباید تحریف بکنید. حالا یک آخوندی بیاد. تشکر میکنم از شما. اگر دوست دارید در سال از شروع صفویت تا پایان صفویت در برنامه هفته آینده شما برید مطالعه بکنید، سندهای تاریخیتون رو بیارید، اینکه صفویت چه جنایتی رو انجام داد در طول حکومتشون بر علیه ترک‌ها و بر علیه افغان‌ها و بر علیه اهل سنت، با هم دیگه یک صحبتی داشته باشیم. خوبه؟ تشکر از شما. دوستان عزیز، یعنی تحریف کردن تاریخ تا به این اندازه کار درستی نیست که شما بیاید تاریخ رو تحریف بکنید به خاطر بعد میگید که ما قبول نداریم این چیزها رو. کتاب هاتون پر است از این. مثلا الان من یک مطلبی بود که اینجا میخواستم برای این دوستمون نشون بدم، اما الان اینجا دوستان عزیز، در این کتاب، در کتاب روضة الکافی حدیث 431 میگه که ان الناس كلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا، همه مردم زنازاده هستند غیر از شیعیان ما. مذهبی که در کتاب‌های اصلیش این مسائل نوشته باشه، خب یک مداحش دیگه میاد در حسینیه میگه که ما با حرامزاده ها برادر نیستیم. الله المستعان. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای انصاری عزیز. سلامت باشید. تشکر از شما. در مورد این بزرگواری که الان زنگ زده خدمت شما، به شما میگفت انصاری عزیز، شبکه‌های دیگه هم زنگ میزنه، همه رو عزیز صدا میکنه. من یه صحبتی داشتم. بفرمایید. برادر عزیز، شما یه مقدار متعصبانه صحبت میکنی. شما که میگی این عقاید رو شیعیان ندارن، چرا دارن؟ یک سری هستن که تقیه میکنن، بروز نمیدن. یک سری هستن الان میترسن از ازدیاد اهل سنت و بروز نمیدن، و یه سری هستن که خودشون دقیقاً به این مسائل اطلاع کافی دارن، دلایل خودشونو دارن که علنی نمیکنن. یه سری هم هستن که بروز میدن. خب داریم میبینیم. درست. شما هر شیعه که مقلده به تقلید اعتقاد داره، تو شک نکنی عقاید رو داره. حالا تو میخوام اینجا میخوام ماسمالی کنیم مسئله رو، یه بحث دیگه ایه. هر شیعه‌ای که به تقلید اعتقاد داره، تو مرجعش اینو رو قبول داره، معتقده نعوذ بالله اصحاب پیامبر بهترینشون
اقوام پیامبر حرامزاده بودن، غیر از شیعیان حرامزادن. کما اینکه اینا ناآگاهاشون، بی‌سواداشون، اونایی که به اصطلاح یه مقدار بی‌محابا حرف میزنن اینا رو عنوان میکنن. درست. حالا شما میگین 1% شیعیان اعتقاد داره؟ نه آقا، تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ تمام کسانی که میرن زیارت اربعین همشون اعتقادو دارن. ببین اینا پر میشن، مثل یک بادکنکی از این عقاید پر میشن، با توده ای از کینه و نفرت نسبت به خلفا و ازواج پیامبر اینا این زیارت رو انجام میدن. میدن اونجا که به اصطلاح نشون بدن که ما منتقمیم. اینا خودشون میگن ما منتقم فاطمه هستیم. حالا از کی میخوان انتقام بگیرن؟ از خودشون باید پرسید. نه خیر آقا، اینا هستن، تعدادشون هم متاسفانه گرچه به لطف خدا امروز به لطف این شبکه ها و فضای مجازی امروز داره این عقاید سست‌تر میشه، مردم دارن آگاهتر میشن و متوجه میشن که اینها دروغ بوده. اما نمیتونی بگی نیستن. نه خیر، هر شیعه‌ای که امروز پیرو جریان تقلیده بدون که این مسائل قبول داره یا اینکه این قلاده تقلید از گردنش باید باز کنه، اون موقع یک انسان مسلمان آزاده میشه قشنگ حرفا رو میشنوه، اون موقع تصمیم میگیره. در غیر این صورت کسی که در دنبال جریان تقلیده تو شک نکن که همینها رو قبول داره، ولی حالا اون که محترم‌تره عنوان نمیکنه، میگه من در ظاهر میگه به برادران اهل سنت عقایدشون توهین نمیکنم. اونی که بی‌محاباتر، ابله‌تر و احمق‌تره میاد میگه اونم فی سبیل الله میاد میگه، فکر میکنه با این کار داره به اهل بیت خدمت میکنه. آقا درود خدا بر شما، با جناب انصاری موفق باشید. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر شما. خدا. دوستان عزیز، من یک روزی کتابخانه‌ای دارم، تقریبا یک طرف دیوار کلاً کتابای شیعه است. با یک مکافاتی اینا رو به دست آوردی، قاچاق بیار از این ور از اون. بعضی کتاباشون نمیفروشن، خاصن کتاباشون جدیدن تحریف کردن. یعنی بهتون نشون دادن در یکی از برنامه جا خالی ابوبکر، جا خالی ابوبکر، عمر، جا خالی عایشه، اینا رو نقطه چین گذاشتن. چون هفته وحدت دارن، ناسلامتی اهل سنت برادرشون هستن دیگه، نمیشه که حالا برادر بفهمه که تو کتابا چی بوده. به خاطر همین گفتن این لعن و تکفیر و زنازاده و حرامزاده اینا رو وردارید نقطه چین بگذارید جاش. بعد نسخه‌ای رو که ما به دست آوردیم اکثرا نسخه‌های اصلی ان، یعنی از بحرین، خاصتا از بعضی از مراجع اینها. اینا مثل علمای یهودن، خب بعضی آخونده اینها میفروشن این کتابای اصلیشون رو، فرق هم نمیکنه، پول بهشون بدی همه چیز میفروشن. یک روز یکی از علما اومده بود، از علما اهل سنت، گفت والا این شیعه تفسیرم داره؟ گفتم بله تفسیر داره، خیلی هم جالب. دید ماشاءالله تفسیر برهان و تفسیر عیاشی و تفسیر نمیدونم فلان و تفسیر فرات و تفسیر. گفت اینا چی میگن در تفسیرشون؟ مثلا تفاسیر اهل سنت رو برید، مثلا اهل سنت سوره حمد رو مثلا اومده در 100 صفحه تفسیر کرده، همش توحید رو بیان میکنه، رحمان و رحیم و مالک یوم الدین و ایاک نعبد و ایاک نستعین، همش توحید است. اینا رو تفسیر کرده. شیعه اینو چی تفسیر کرده؟ یعنی شیعه اگر بیاد توحید رو بیان بکنه، خب شیعه که بیاد این تفاسیر رو بخونه که این موحد میشه. گفتم اگر این رو باز بکنم برای تو تعجب میکنی. یک رو باز کردم براش، گفتم ببین اینجا مثلا چی نوشته. ان عدت الشهور عند الله 12 شهر. تعداد ماه‌ها در نزد الله 12، تعداد امامان در نزد الله 12 امام است. گفتم این تفسیر. الان ببین که زیر این چقدر نوشته تفسیر، روایت جمع کرده در این مورد. مرج البحرین یلتقیان و بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. این آیات رو گفتم ببین چه تفسیر کرده. علی و فاطمه با هم ازدواج کردن، از این دوتا حسن و حسین خارج شدن. الان شما به تفسیر عیاشی یک از تفاسیر معتبر این هاست. مثلا این آمده قرآن رو تفسیر کرده. شما رو به خدا در کجای قرآن اومده همچین مطلبی رو تو باید بیاید تفسیر بکنی؟ خب اینا چیزی ندارن برای گفتن. شما تفاسیر اینا رو باز بکنید، مطالب تفاسیر اهل سنت رو آوردن رد کردن. مثلا تفسیر نمونه رو مثلا ببینید در قضیه افک رو، آیات سوره نور رو برید، آیات سوره نور رو برید بخونید.
روایات اهل سنت رو در پاکی و طهارت حضرت عایشه رو آوردن رد کردن، چون چیزی ندارن برای گفتن. تفاسیر اینا پر از روایات اصلی پاک تمیز صحیح اهل سنت رو آورده رد کرده و روایات و خزعبلات خودشون رو اضافه کردن. تفسیر قرآن ندارن که اینا اگه اینو قرآن رو تعریف بکنن که شیعه نمیره اونجا به قبر امام رضا و نمیدونم حسن و حسین و کربلا و نمیدونم سامرا و عسکریین و فلان نظر و نیاز بده. بازار صیغه که امشال حتی سر صدای بی بی سی در آمده بود که دخترای زیر 12 سال رو در کربلا دارن صیغه میکنن در محرم امسال. اصلا داشتن خیلی عذر میخوام در مراسم اربعین امروز عراقی داشتن کاندوم پخش میکردن. وضع به این حالت رسیده در اونجا. حالا این تفسیر دوستان عزیز نشون میدن این تفسیر عیاشی است، یکی از تفاسیر معتبر شیعه. روایت 72 از امام محمد باقر هم روایت شده. چی میگه؟ ما من مولود یولد الا و ابلیس من الابالس بحضرته. هر کودکی که به دنیا میاد یکی از شیاطین در اونجا در زایشگاه مثلا امام خمینی، در زایشگاه ولیعصر، در زایشگاه شهید فلان، در زایشگاه معروف، اونجا یه دونه ابلیس کارمند رسمیه. میدونید یکی از فرزندان ابلیس کارمند رسمیه، با لباس، با کارت، با همه چیز اونجا حضور داره. وظیفه این جناب ابلیس چی است در اونجا؟ فإن علم الله انه من شیعتنا، اگر خدا دانست که این زنی که داره زایمان میکنه از شیعیان ماست، فرزندش که داره به دنیا میاد از شیعیان ماست، حجبه عن ذلک الشیطان، یواشکی ردش میکنن از پیش این شیطان، میبرنش اونجا، پاکش میکنن، تمیزش میکنن. و این لم یکن من شیعتنا، اگر این کودکی که به دنیا میاد از شیعیان ما نبود، چیکار میکنه؟ اثبت الشیطان اصبعه السبابه فی دبره فکان معبونا. اگر این کودک نوزاد پسر باشه، این شیطانی که اونجا کارمند رسمی زایشگاه چیکار میکنه؟ انگشتش رو در مقعدش داخل میکنه و بعد از اون این کودک پسری که شیعه نیست چی میشه؟ معبون میشه، یعنی لوطی میشه. و ذلك ان الذکر یخرج الى آخره. فان کان امرأة، اگر که این نوزاد دختر بود، این جناب شیطانی که کارمند است در زایشگاه شیعیان چیکار میکنه؟ اثبت فی فرجها فکانت فاجرا، این انگشتش رو در فرجش یعنی در شرمگاهش داخل میکنه، در محبلش داخل میکنه، این دختر سنی چی میشه؟ فاحشه میشه. پس هر کودک سنی که مرد بشه، پسر بشه، لوطی است و هر دختر که باشه زانی است. در تفسیرشون نوشتن دوستان، از اینو ما درست نکردیم، ما چاپ نکردیم، برید ببینید جلد تفسیر سوره رعد صفحه 234 تفسیر عیاشی. فعند ذلک یبکی الصبی، میگه به خاطر همین دیده باشید که کودکان در اون موقع گریه میکنن. این گریه به خاطر چی است؟ به خاطر چی است؟ اون کلک شیطان که داخلش کرده. بکاء شدیدا اذا هو خرج من بطن امه والله بعد ذلك يمحو الله ما يشاء و يثبت وعنده ام الكتاب. شما الان با این دین بگید که ما با شما برادریم، شما دوست رفیق ماستید، ما هفته وحدت الان شروع میشه. الان این دروغ، این سناریویی که ساختن از 45 سال به این طرف، هفته وحدت، یک سری انسانهای عجق بجق مزدور کثیف سنی منافق اثناعشری هم ببینید که رفتن اونجا در صف اول نشستن، کف میزنن برای اینها. همینایی که بعدن میان در حسینیه به اینا میگن که حرامزاده و تو کتاباشون هم پر است از این روایت ها. بعد اینا میذارن هفته وحدت از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول. این کلیپ رو با هم ببینیم و بعد از اون دوباره برمیگردیم خدمت شما هستم. سه روز گوسفند واسطه همینطور اشک میریزه حیوان. علف تا قد آدم علف نمیخوره، آب نمیخوره. چون خونه من گفتن اسماعیل یه معما شده مال ما، یه معما شده مال ما. گوسفند گرسنه 3 روزه
توی علف توی آب، نه آب میخوره نه علف. سه روزه نمیخوره. چرا نمیخوری؟ گفت اسماعیل تا ما توی صحراییم نه آب میخوریم نه علف. گفت چرا مگه اینجا کجاست؟ گفت اسماعیل اینجا کربلاست. گوسفند کیست؟ اسماعیل پیغمبر بزرگوار ذبیح پسر ابراهیم گله گوسفند مفصلی داشت. چوپونا میکردن و میرفتن، اومدن تو صحرای کربلا 3 روز موندن. علف تا قد آدم که گله گوسفند توش گم میشد. آبم که دیگه ماشاءالله دیگه چی خبره. 3 روز گوسفند واسطه همینطور اشک میریزه حیوان. علف تا قد آدم، علف نمیخوره آب نمیخوره. چون اونا اومدن گفتن اسماعیل یه معما شده مال ما، یه معما شده مال ما. گوسفند گرسنه 3 روزه توی علف توی آب، نه آب میخوره نه علف. اسماعیل گفت خدا چی شده؟ خطاب شد یه قوچی داخل گلته، من بهش امر کردم باید بگه چرا، برو سوال کن ازش. اومد گفت کدومتون من حرف بزنی؟ قوچ اومد جلو گفت یا نبی الله من. گفت این علبه مهمی، گوسفندی که من دیدید یا نه صبح که میره رو علف تا شب سرش از علف بر نمیداره، هم رد هم میخوره. 3 روزه نمیخوره. چرا نمیخوری؟ گفت اسماعیل تا ما توی صحراییم نه آب میخوریم نه علف. گفت چرا مگه اینجا کجاست؟ گفت اسماعیل اینجا کربلاست. ما از این آخوند و بینندگان عزیز چند سوال داریم. اول، آنچه که همه می دانند این است که اسماعیل علیه السلام در مکه زندگی می کرده است. حال چرا گوسفندانش را برای چراندن به کربلا برده است؟ مگر این حیوانات زبان بسته چه جرمی کرده بودند که برای علف خوردن باید بیش از 1000 کیلومتر راه را تا کربلا طی می کردند؟ دوم، این آخوندها بر این باورند که انبیا و ائمه علم غیب می دانند. حال این که در این داستان ساختگی یک گوسفند از اسراری آگاه است که پیامبر الهی اسماعیل علیه السلام از آن آگاه نیست. آیا این آخوند رافضی این نسبت را به 12 امام شیعه میپذیرد؟ اگر بنا بر این است که هیچ جنبنده‌ای به خاطر امام حسین در سرزمین کربلا نه آبی بنوشد و نه غذایی بخورد، بایستی نسل هرچه آدم و حیوان است در آن سرزمین منقرض شده باشد. و امروزه که شهر کربلا در دست شیعیان است، چرا آنها در این سرزمین آب می نوشند و غذا می خورند؟ آیا گوسفندان اسماعیل علیه السلام قدر امام حسین را بهتر از شیعیان دانستند؟ در پایان باید پرسید گوسفند کیست؟ مردمی که زیر منبر این آخوند نشستند یا خود این آخوند؟ نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني
بله، با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. ادامه برنامه آن روز که با شما عزیزان هستیم و تماس بیننده عزیز رو میگیریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، احوال آقای انصاری عزیز؟ سلامت باشید. شما بخیر. حضور شما، من چون موضوع متفرقه بود، من دوست داشتم منم تماس بگیرم، یه مشارکتی بکنم. اولا من خیلی خوشحال شدم شما هفته آینده یه گفتگویی میخواین با این دوستمون بکنید. من اسمش هم سابق میدونستم، متاسفانه یادم رفت. اگه شما میدونید یادآوری بکنید. من به نظر من، البته بین بچه‌هایی که میان حرف میزنن و من ازشون حالا داخل این برنامه و خارج برنامه حرف شنیدم، راجع به موضوع عثمانی و صفوی بی اندازه وارده. من خیلی همیشه واقعا این ریزکاریایی رو بهش اشاره میکنه. من خودم، برای من جالبه. امیدوارم که هفته بعد یه بحث خیلی ترتمیز بشه، برای ما هم جا بیفته. حالا ببینید، من تجربه خودم میخوام تو 2 دقیقه راجع به موندن صفوی بگم. راجع به صفوی ما 3 تا منبع داریم. یعنی یکی وقایع نگاره، یعنی اصلا مورخ نیست، یعنی بالاتر از یه مورخ واقعا رو میبینه. یعنی همراه لشکر هست، همراه فلان هست، واقعا رو میبینه، ثبت میکنه. مثلا قاضی احمد منشی که خلاصت التواریخ رو نوشته، مثلا یا حسن رملو که احسن التواریخ رو نوشته، یا زینت المجالس و فلان. اینا همه تو سال 900 تا 950 تو متن اون اتفاقا دارن نوشته. پس یه سری منابع اینن. منابع عثمانی هم خب چلبیه دیگه، منابع چلبیه، نمیدونم شرفنامه و کمال پاشا که شیخ الاسلام دوره است و فلان. 2-3 تا منبع هم بیشتر نیست، خیلی تو همون دوره. پس شد 2 تا، یعنی یه صفوی، یه عثمانی. یه منبع بی‌طرف هم داریم که سفرنامه نویسان، اونایی که مثلا وزرا و حکما و سفرای اروپا بودن، می اومدن مثلا، بازم اونها باز نزدیکان کارگزارا بودن، که نزدیکان پادشاه بودن، وقایع و نزدیک می‌دیدن، مثل برادران شلی، شاردن. اینا کتاب نوشتن هست. تو 3 تا منبع خوندن هر کسی میتونه یه جنبندی داشته باشه. مثلا ما یه کتاب بزرگی در اومده به نام تاریخ صفوی، پروفسور رودیمتی نوشته. این کیه؟ رئیس گروه تاریخ دانشگاه دلاویر امریکاست. یعنی دانشگاه دلاویر، اونایی که میدونن تو ذهنشون میاد اصلا دانشگاه تحقیقاتیه، دانشگاه آموزشی نیست. اصلا بودجهش و کارش اینه که تحقیق بکنن. پس یه دونه مستشرقای حال حاضر. خب سجلی فارسی هم ترجمه شده، مثلا جزء اصلا تخصصش صفوی شناسیه. من حرفم اینجاست که امروز برای من عجیبه، ما برای استناد میخوایم استناد بکنیم، میریم یه کتاب 20 سال پیشه که امیرحسین خنجی نوشته که اصلا معلوم نیست سرش کیه تهش کیه فلان، فقط هم فحش به صفوی و فلان اینا. این میشه استناد ما، که به قول یکی از خواهرزاده‌هاش که تو دانشگاه مثلا با یکی از دوستای ما ارتباط داشت، بعد نوشتن این کتاب، تو اکثر زندگیش هم تو شیخ نشین و اینا بود، تو کویت و اونورا بود، این کتابو نوشت. نه دوست عزیز، سعی کنید ببینید، دوست عزیز سعی کنید تهاجم شخصی نشه. ببینید در مسئله تاریخ، بله در مسئله تاریخ خدمت شما عرض کنم و بینندگان عزیز، در مسئله تاریخ هر کسی تاریخ رو به نفع خودش می‌نویسه. عثمانی‌ها تاریخ رو به نفع خودشون می‌نویسن، صفویان تاریخ رو به نفع خودشون می‌نویسن. در سابق هر درباری برای خودش یک تاریخ نویسی داشت. یک شخصی بود که وقایع رو حتی به امر سلطان یا به امر امیر یا به امر همون شخصی که به اصطلاح صاحب مملکت بود میگفت نه اینجا رو اینطوری ننویس، اینطوری بنویس. خودشون تغییر میدادن. مثلا تواریخ رو که اکثرا ببینید به امر خود پادشاه‌ها در زمان خودشون نوشته شده. به خاطر همین ما نیاز داریم به مصادر بی‌طرف. یک لحظه یک لحظه اجازه بدید صحبت من منعقد بشه. من چند دقیقه شما رو گوش دادم، حرفتون رو قطع نکردم تا اینکه مسئله شخصی کردید. بله. نه نکردم به خدا. نه شما داشتید در مورد آقای خنجی می‌خواستید صحبت بکنید که مسئله داشت شخصی میشد. ببینید ایشون هم یک مورخی است، سنی است، سنی سیکولار هم هست، سنی مذهبی هم نیست که شما فکر بکنید که مثلا به طرفداری از سنیای مذهبی مسائل رو نوشته. من با خیلی از حرفا و مطالبی که ایشون در بعضی از کتاباش داره موافق نیستم به عنوان یک سنی، اما ایشون یک سنی سیکولار است، یک سنی مذهبی هم نیست که شما بخواید به ایشون اتهام بزنید که ایشون اومده مثلا از دیدگاه اهل سنت اینا. یک لحظه به تو ما از موضوعی که با دوستمون داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد قضیه
اللهم صل علی سیدنا محمد در مورد اینکه عثمانی‌ها حمله کردن یا صفوی‌ها حمله کردن، دوست عزیز همه مصادر اروپایی، مورخین اروپایی، خاورشناسان و غیر خاورشناسان، همه اینا به این معتقد هستند و در تواریخشون ذکر کردن، اکثریتشون میگم، که در سال 1507 این صفوی‌ها بودن که به سرزمین عثمانی‌ها حمله کردن و بعد از اون برای اولین بار یک لحظه من الان بذارید گفت صحبت من تموم بشه، خواهش یادداشت کنید، قلم و کاغذ بگیرید یادداشت کنید، قلم و کاغذ بگیرید یادداشت کنید. مثلا در صفحه 55 تا صفحه 76 در تاریخ International Journal of the Middle East می نویسه که صفویان در سال 1507 برای اولین بار به مرزهای عثمانی حمله کردند و این حمله آنها سبب شد که سلطان سلیم عثمانی احساس خطر بکنه از دولت صفوی. خب شما میگید الان ببینید قضیه دقیقاً همینه که دوست عزیز ببینید موضوع مورد تکرار شماست. بذارید من سند بخونم از اون صفحه و سند خب منم خیلی راحت میتونم بگم دروغه. دوست عزیز در بحث علمی نه دوست عزیز یک لحظه اینطوری نمیشه عرض کرد. دوست عزیز یک لحظه اجازه بدید. الان شما مثلا الان دارید در یک تلویزیون محترمی با شخص من دارید صحبت میکنید، ما خیلی مؤدبانه مصدر تاریخی رو ذکر کردیم، طرف میگه صفوی‌ها اولین کسانی بودن که بر مرزهای عثمانی. یک لحظه شما بدون هیچ مقدمه گفتید دروغه. این دیگه این بحث کوچه بازاریه، بحث علمی نیست. دوست عزیز شما یک لحظه شما خیلی محترمانه مصدرتون رو ذکر میکنید، جلد، صفحه، اسم نویسنده گفته که اینطوری. خلاص منم میگم آقای محترم، منم بگم دروغه. خب این نشد بحث کودکانه میشه. یه چیزی به شما بگم خیلی جالبه. حالا یه 2 دقیقه از همینجا یه تایمی بگیرید. ببینید یه منبع فوق العاده مهمی رو من نخواستم بگم، تو ادامه عرضم میخواستم بگم، اسمش هست منشآت و سلاطین، اسمش روش انشاهای سلاطین. چه نامنگاریایی که سلاطین برای جنگ، برای فتوحات، برای تنبیه، برای تعویض، هر چیز که پیام و دستور و عملی که صادر میکردن تو دیوان خانه‌شون ثبت میشد، چه طرف صفوی چه طرف عثمانی. من این چیزی که میخوام براتون بخونم منشآت و سلاطینیه که در کتابخانه عثمانی نوشته شده. چرا که در تا دوره سلطان سلیم نصف یا 70% نامه‌ها به فارسی نگارش میشد. من اینو هم الان اتفاقا از نت در آوردم، همین الان براتون میفرستم، هفته بعد اینو خواهشاً نشونم بدین. یعنی از چیز صفویه. ببینید نامه‌ای که سلطان سلیم به شاه اسماعیل زد، اینو که تمام مورخا آوردن، این حالا تأکیداً میخونم. ببینید چیکار جواب سلیم و جواب هر کدومش دقیقاً یک دقیقه است. سلیم به اسماعیل صفوی نامه میزنه، با لباس زنانه براش میفرسته، جلد 2 صفحه 380 از منشآت و سلاطین خود دستگاه عثمانی، یعنی عین نامه سلطان رو دارم میخونم که ثبت و ضبط شده 300-400 سال پیش. میگه چند روزی است که از سلیم داره به اسماعیل میگه چند روزی است که از مسافت بعیده عساکر نصرت به ما به مملکت تو داخل شده و کامرانی میکنن، ولی تا کنون از تو فعلی سر نزده که مردانگی تو فهم شود. ممالک تحت پوشش پادشاهان مانند زنانشان هست، پس به جای زده چادر اختیار کن. یعنی اومدم من مرزاتو گرفتم، کجایی که هنوز نیستی. حالا سلیم بهش چه جوابی میده؟ جواب سلیم میگه به سلامی که به محبت مشحون و مودت مقرون، در زمان والد جنت مکان شما جانبی جز دوستی و یک جهتی نبود. یعنی بابای تو با ما خوب بود، راست سلطان با یزید فوق العاده روابط خوبی داشت. کلمات نامناسب وجهی ندارد. ما به این قدرت‌ها، ما به این قدرها نمیرنجیم، چون نمیخواهیم شورشی همانند عهد تیموری به سرزمین جاری شود. بعد یه آیه میخونه لا تزروا وازرة وزرة اخرى، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. این جمله معروف، این شعر از این نامه است.
این جواب رو بهش میده که بعد میرن به جنگ. یعنی طرف اومد تو کشور لباس زنونه برای پادشاه میفرسته که فلانجا در انگلستان یه کتابی چی نوشته، خب مزخرف نوشته. من دارم از منشآت السلاطین دارم براتون میخونم و تاریخ‌های معتبر قدیم. حرف من اینه. اگه پاسخی هست. دوست عزیز، همین منشآت السلاطین شما را همین الان جلوی منم باز است. دوست عزیز، اولا آنچه که در اینجا ذکر شده بعد از وقایع حمله صفویت بر مرزهای عثمانی‌ها و حمله عثمانی‌ها و جوابی که داده شد و یک لحظه به خاطر همین من میگم شما آمادگی تو بگیر هفته آینده. من فکر نکنم اون دوست عزیزمون بیاد. شما آمادگیتون رو بگیر هفته آینده، همه مصادر تاریخی تام بیار. هفته آینده من و شما در این مورد صحبت خواهیم کرد. ببینید دوست عزیز بعد از این که حمله کردن، یک فکر کرده بود صفوی‌ها، فکر کرده بودن که مملکت عثمانی‌ها مثل بقیه جاهایی است که ما رفتیم و خلاصه زدیم و شکستیم و ریختیم و پاشیدیم و مردم رو به زور شیعه کردیم و کسی جلوی ما رو نگرفت. اینجا که اومدن دیدن که نه اینطوری نیست. بعد از اون آقا ترسید، پشیمان شد، به خاطر همین این جواب رو داد. متوجه شدید؟ و بعد از اون اومد و بعد از همین نامه در کدام تاریخ بوده؟ تاریخ دقیقش رو به من بگید. من همین الان براتون میفرستم. اصلا همین الان بخونید تاریخش رو بخونید. در کدام تاریخ بوده؟ دقیق تاریخش رو بخونید. منشآت السلاطین یعنی نام انشاهای سلطان رو من براتون خوندم. همین نامه در کدام تاریخ است؟ عرض کردم منشآت السلاطین خودش یک کتابه. دوست عزیز من کتاب رو نپرسیدم، همین نامه‌ای که آقای محترم، همین نامه‌ای که نوشته شده که نامه تحریک‌آمیز سلطان عثمانی به سلطان صفوی بوده، تاریخش رو برای من بخونید. من چیز دیگه نمیخوام از شما. تاریخ نامه رو که نزدن که. خب خیلی ممنون. تشکر میکنم. تاریخ نامه رو نزدم به خاطر همینه. دوست عزیز تاریخ نامه بعد از تاریخ این نامه سلطان عثمانی بعد از حمله صفوی‌ها، البته صفوی‌ها هم که بودن، حالا یک لحظه دوست عزیز، صفوی‌ها هم که شما فکر نکنید یک حکومتی بود در اونجا که صاحب اختیار و به اصطلاح سلطه داشت بر همه مردم. یک گروه‌های اوباش دزد، حالا در موردشون بخوام من صحبت بکنم ساعت‌ها یک تحرکاتی کرده بودن در مرز عثمانی‌ها. اصلا خود سلطان صفویان ترسید، بعد از اون نامه سلطان سلیم ترسید، یک نوع عذرخواهی کرد. ولا تزر وازرة وزر اخرى معنیش میدونی چی است؟ یعنی اون گناهی رو که چند نفری اونجا انجام دادن تو نه سر من تلافی بکن، من از تو عذر میخوام. این یک نوع عذرخواهی بود. متوجه هستی؟ یک نوع عذرخواهی بود. شما تاریخ نامه رو چرا نمیگید؟ به خاطر که این نامه بعد از حمله یوم الخمیس فی 29 جمادی الاخر این چند تا قبل‌ترش تاریخ زده. ببینید نه همین نامه رو تاریخشو بخونید. خب دارم این به ترتیب دیگه تشکر میکنم از شما. اینجا بی دلیل و مدرک آماده بکنید مصادرتون رو، تاریخ و صفحه و جلد و کتاب، همونطوری که من اینجا نشون میدم. حاضر بشید در یک برنامه زنده از هر طریقی میخواید، زوم میخواید، نمیدونم واتساپ میخواید، هر راهی که میخواید بیایید، با صدا با تصویر بیایید، مدرک و سندتون رو همینطوری که من نشون میدم شما هم نشون بدید. یه تاریخ اون دروغ گفته، این تزویر کرده، این اینطوری بوده، اون اونطوری بوده. ثانیاً شما ببینید جنایات صفوی ها در طول این دوره صفوی از کی شروع شد تا کی تموم شد. من تحدی میکنم یک شیعه‌ای که طرفدار صفویت هست بیاید به من نشون بده که در طول مدت حکومت و سلطنتشان یک روز، نصف روز، یک ساعت، یک دقیقه، یک ثانیه، یک نفر سرباز صفوی شمشیر کشیده باشه بر علیه کفار، بر علیه صلیبی ها، بر علیه یهود، بر علیه نصارا، بر علیه کفاری که در اون زمان
بیت المقدس رو تارمار کرده بودن، خون مسلمان ها رو ریخته بودن، کجاها رو اشغال کرده بودن. یک روز صفوی‌ها نصف روز، یک ساعت هم در مقابل دشمنان اسلام اینا شمشیر نزدن. تاریخ صفوی را از اولش تا آخرش که در آخر به دست افغان‌ها سرنگون شدند، به زبالدان تاریخ انداخته شدند و به خاطر همین هنوزم ایرانی‌های متعصب رو ببین، افغانی‌ها رو که بد می‌بینن، یکی از دلیل این حقد و کینه‌ای که نسبت به افغان‌ها دارن این است که صفویت، این سلسله منحوس به دست افغان‌های قهرمان به زبالدان تاریخ فرستاده شد. بعدش هم اینها طول این مدتی که اینها حکومت کردن فقط مسلمان کشی، به افغانستان حمله کن، به عراق حمله کن، به سوریه حمله کن، به این طرف بزن، به اون طرف بزن، با آذربایجان، فقط سنی کشی، مسلمان کشی، غیر از اون هیچ کاری نه. یک دستاورد اینها رو بیارید بدید، یک دستاوردی که اینها داشتن، حوزه‌های علمیه رو که مرکز تولید مفسدترین بشر در طول تاریخ که آخوند اسمش هست، مؤسسش اینا هستن. قبل از اون که حوزه علمیه نبود. حوزه علمیه رو اینها درست کردن، حجت الاسلام آیت الله رو اینها درست کردن. آقا این دایره الخرافات شیعه بهارالانوار که هرچه خزعبلاتی که هست امروز در این مذهب در همین کتاب خلاصه میشه. این کتاب در زمان اینها نوشته میشه. کثیف‌ترین، نجس‌ترین، متعصب‌ترین عالمان شیعه را از سراسر جهان جمع میکنن، از جبل المال لبنان و از اینجا میارن در ایران. اینها کتاب می نویسن بر علیه اهل سنت، بر علیه اسلام. دستاوردشون این بوده. بینی دماغ یک کافری رو اینا خون نکردن در طول حکومتشون، غیر از مسلمان کشی دیگه هیچ کاری هم نداشتن. بعد یک سری، یعنی من از انسان ها معذرت میخوام که به اینها بگم انسان، میان هنوز از این سلسله دفاع میکنن. خیلی جا تعجبی است باور کن. عرب و عجم و کافر و مسلمان و گبر و ترسا و انسانهای با وجدان و بی وجدان شهادت میدن که بابا اینها یک انسانهای خونخوار، ظالم، ستمگر، وحشی، بربر، آدمکش، جاهل، چه دستاوردی داشتن برای ایران و برای اصلا شما دستاوردهای اینها رو در طول حکومتشون برای اهل سنت، برای فارسی زبانها، برای شیعه و سنی بگید. بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. مقبالی موشکوره؟ بفرمایید بیننده گرامی. آقای محترم بفرمایید. بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. ببخشید من یه سوال داشتم خدمتتون. من خودم سنی ام ولی دخترم میره مدرسه، بهش مثلا نماز و اینا بهش یاد دادن، میگن باید قربت الله بگی. من خودم سنی ام نمیگم. حالا حکم من چیه؟ ببینید اون چیزی که در مدارس متاسفانه در ایران یاد میدن، به اون چیزا نباید عمل کرد. حالا خود ما هم مثلا در اونجا که در مدارس بودیم بهمون میگفتن که نماز رو اینطوری بخونید، اینو بگید، اونو نگید، اما خونه که می اومدیم نماز رو به طریق اهل سنت میخوندیم. شما نماز رو به طریق اهل سنت یاد بدید به فرزندانتون و آنچه که در مدارس گفته میشه به اون عمل نکنن. اونو به خاطر امتحانات حالا کامیاب بشن یاد بگیرن، خوبه. و این متاسفانه ظلمی است که در این حکومت آخوندی وجود داره که در مدارس، در مناطق اهل سنت فرزند سنی میره به مدرسه، نماز شیعه رو بهش یاد میدن. در افغانستانی که 10% هم نمیشه شیعه، در حکومت جمهوری در کتاب فقهشون، در کتاب دینیات به اصطلاح علوم دینی، یک صفحه مذهب حنفی بود، یک صفحه مقابلش مذهب شیعه بود. هنوزم به اونم راضی نبودن. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. وقت شما بخیر. من چون قطع شدم خواستم هم یه عذرخواهی بکنم، هم توضیح بدم این که حرف منم همینه. میخوام بگم راجع به موضوعات گذشته، چون ما که اونجا حضور نداشتیم ببینیم،
هر آنچه که میخوایم بگیم بدون از حب و بغض باید باشه. این که صفوی چه کرد، عثمانی چه کرد، جنایت ها و خدمات چون همشون هم هست. اگه جنایت کردن هست، من میخوام بگم چرا باید یک طرفه راجع به یه موضوعی که حالا من اصلا برای من مهم نیست صفوی یا عثمانی، میگم دوست عزیز یک لحظه دوست عزیز، شما منو میشناسید و همه اهل سنت، تلویزیون‌های اهل سنت، هیچ وقت ما شروع کننده بحث‌های اختلافی نبودیم و نیستیم. یک نمونه هم نمیتونید بیارید که یک لحظه همین دوستی که قبل از شما تماس گرفتن موضوع چیز دیگری بود. ایشون کشوندن به این که عثمانی‌ها اومدن در زمان صفوی‌ها شیعیان را قتل عام کردن. ایشون باز کردن موضوع را. یک لحظه ابداً من هیچی نگفتم. من گفتم در طول تاریخ نشون بدید که اهل سنت، حکومت‌های اهل سنت اومده باشن شیعه رو تکفیر کرده باشن، ولد و زنا گفته باشن، حکم قتل عامشون رو صادر کرده باشن. ایشون اومد یک مسئله دروغ تاریخی رو یک مسئله دروغ تاریخی رو بیان کرد و من جوابش دادم. و دوست عزیز، در مورد سلطان محمود غزنوی، در مورد هر کسی که میخوای صحبت بکنی با دلیل و مدرک صحبت بکنید. اولا، ثانیاً یک لحظه دوست عزیز، وانگهی خیلی از حکومت ها مثلا همین عثمانی ها یک بخشی در ارتش عثمانی بود، یک لشکری منظمی داشتن به نام ینیچاری، خودتون میدونید لشکر منظمی بود که در زمان سلطان مراد فکر کنم در زمان سلطان مراد این ساخته شد، در زمان سلطان محمد فاتح خیلی منظم تر شد، حتی در فتح استانبول اینا حضور داشتن. اینا شیعه بودن، استخون لشکر بود. اینا شیعه بودن، صوفی بودن، بله شیعه بودن، صوفی شیعه بودن، یعنی شعارشون یا علی بود، اثناعشری بودن. شما اصلا برید تاریخ رو بخونید دوست عزیز. من وقتی میگم که بیاید مطالعه کنید، بحث بکنید، ببینید مسئله حکومت‌های غزنوی ها و عثمانی ها و اینایی که مثلا در بعضی مناطق شیعیان رو کشتن، مسئله شیعه و سنی نبوده. 100% من مطمئنم. مسئله چی بوده؟ مسئله چی بوده؟ مسئله سیاسی بوده دوست عزیز، مسئله سیاسی بوده. آقا این طرف اومده من نمونم، من ذکر کردم. یک لحظه دوست عزیز، خب گوش کنید آخه. من نمونم ذکر کردم همون موقع به اون دوست عزیز، گفتم مثلا در یزد مجموعی از شیعیان اثناعشری بلندشن علیه جمهوری اسلامی شمشیر بگیرن و نمیدونم تیر و تفنگ بگیرن بریزن در خیابونا، بگن آقا ما میخوایم که این حکومت رو سرنگون بکنیم و ما طرفدار حکومت عراقیم و طرفدار حکومت طالبانیم. جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ شیرینی و نبات براشون پخش میکنه، میگه دست شما درد نکنه. خب میزنه همشون رو میکشه. پس این جنگ هایی که اتفاق افتاده من فهمیدم شما چی میگید. حالا منم یه چیزی بگم، من فهمیدم شما چی میگید. بعضیو که بیمارن، البته افرادی که بیمارن سوادشون هم کمتره، میاد این قصه رو شیعه و سنی میکنن، میگن آقا شیعیان کشتن، نمیدونم یا اونا اصلا موضوع کشتن نبود که دوست عزیز. اصلا موضوع شیعه و سنی، کشتن شیعه و سنی نبود. موضوع این بود که آقا در کتب معتبر شیعه اومده که غیر شیعیان حرامزاده هستن. باز شما الان زدین خاکی. الان ببینید شما نه، من آبی و خاکی و زمینی یا هوایی بزنین همش یکیه، همش یکیه دوست عزیز. چون این موضوع برنامه ما این بود دوست عزیز. موضوع برنامه ما این بود، اصلا موضوع بحث این بود. بس از اینجا شروع شد. شما حضور نداشتید، مشکل شما هست دوست عزیز. شما نبودید که شما مثلی که از وسط برنامه اومدید. بله متاسفانه. خب این مشکل اون موضوع نیست، موضوعی که خودم حالا مطرح کردم. شما من یک مداحی رو آقای محترم، من یک مداحی رو کلیپش رو پخش کردم در یکی از حسینیای معروف تهران. میگه که ما با اهل سنت برادر نیستیم، ما با حرامزاده ها نمیتونیم برادر باشیم. من این کلیپ رو پخش کردم. غلط اضافه. خب شما میگید غلط اضافه. خب همین غلط اضافه
همین غلط اضافه در اصول کافی اومده، در روضة الکافی اومده، در وسائل شیعه اومده. شیخ کتاب‌های روضة الکافی برگش مثل قرآن نیست. قرآن فقط 300 صفحه بدون تحریفه. بقیه هر چی که درست بود بالا سر، هر چی که درست نبود خدا بابا همین قرآن رو میگن که تحریف. صحیح ترین حدیث کافی میگه که ان القرآن الذی نزل به جبرائیل علی محمد صلی الله علیه و سلم کان 17,000 آیه. و چی میخوای بگید این رو؟ کافی میگه که همین قرآن تحریف شده. شما مثلا من حرف شما رو قبول بکنم یا حرف کافی رو قبول بکنم؟ من میخوام بگم امروز من شیعه‌ام، ایکس ایگرگ به عنوان مذهب مثلا شیعه 80 میلیون 70 میلیون 10 میلیون هر چقدر، کسی رو میبینین که بگه مثلا قرآن تعریف شده است؟ نه. عامه مردم نه. پس اینی که مثلا یه چیزی شما عامه مردم شیعه ببینید، من به اون خدمتون برادر مجبورم چون شما برنامه رو ندیدید این حرفا رو همه رو باید تکرار بکنم. نه علماء کدوم عالمی رو امروز بگی که قرآن تعریف شده است؟ یک عالمی رو بیار بگو که تعریف نشده قرآن. نه اینم همون حرفای اختلافیه که ممکنه به غلط یکی زده باشه، شما همونو میارین بولت میکنین. آقای محترم شما یک عالم شیعه رو بیار که بگه که روایات کافی که در باب تحریف قرآن اومده همه باطل است، دروغ محض است، ما قبول نداریم. میدونید کسایی که این حرفا رو زدن چه بلایی سرشون اومد؟ آیت الله العظمی سید ابوالفضل برقی وقتی این حرف رو زد ترورش کردن. حیدر علی قلمداران وقتی این حرف رو ترورش کردن. یه جدیدشو بگم، آیت الله برجه تقلید آیت الله سید کمال حیدری وقتی این حرف رو گفت در برنامه زنده کجاست الان؟ کجاست الان؟ پروژه است. حالا کسی که با آقای محترم استغفرالله، یعنی خواهش میکنم، یعنی حداقلش حساب باید وجدان داشته باشه. کمال حیدری پروژه است. کمال حیدری اگر پروژه می بود میرفت لندن، میرفت پیش یاسر حبیب. کمال حیدری کاش من یه حرفو نمیزدم. میدون چرا؟ خودش 10 ساعت دلیل و حرف داره. حالا من اصلا این حرفو پس گرفتم. تشکر از شما. کمال حیدری خودشون نظرات خودشون میدن. خب آقای کمال حیدری به اون اندازه که کتب شیعه رو نقد کرده 100 برابر کتب اهل سنت رو نقل کرده. در مورد صحابه پیامبر صحبت کرده، در مورد بخاری و مسلم صحبت کرده، در مورد یعنی فکر نکنید که سید کمال حیدری آیت الله سید کمال حیدری سنی است، من دارم ازش طرفداری میکنم. باور کنید دروغایی در مورد کتب اهل سنت گفته. بله در مورد کتب اهل سنت حرفایی زده که اصلا برای هر برنامهش 10 ساعت بعد برنامه بگیری جواب بدی. منتها وقتی که اومد انگشت رو قضیه حساس گذاشت چه بلایی سرش آوردن؟ چون ببینید برادر عزیز، من یه چیز واقعیت به شما بگم. یک چیزی سرش بیارن، سرش بیاره نیست و نابودش میکنه. کسی که راست راه میره میگه من مخالفم یه بویی داره قصه. وگرنه امروز حاکمیت اگه کسی رو برنتابه از زمین و زمان نیستش میکنه. حالا طرف تا آیت الله خوئینی وقتی اومد در مورد این مسائل صحبت کرد چرا نیستش کردن؟ من دارم میگم حاکمیت آیت الله غربی وقتی اومد در این مورد صحبت کرد چرا گمش کردن؟ کتاب عصای موسی رو وقتی که نوشت آیت الله غربی اصفهانی، وقتی کتاب عصای موسی رو نوشت که این کتاب رسما توسط انتشارات شیعه در ایران نشر شد، چرا گمش کردن؟ من یه خواهشی از شما بکنم. چرا من یه خواهشی از شما میکنم. من خواهش شما رو میشنوم. قولم بهتون میدم میشنوم. من یه خواهش از شما میکنم برادر عزیز. شما ببینید هر آیت اللهی، هر حجت الاسلامی وقتی اومده رو قضیه تحریف قرآن، امام زمان و اهل سنت در کتب شیعه صحبت کرده، نیست و نابودش کردن یا بلایی سرش آوردن که دیگه اصلا به درد خودش هم نخوره. شما برید مطالعه بکنید این کتاب هاتون رو،
مثلا در مورد مهدی، در مورد اهل سنت، تکفیر اهل سنت، در مورد تحریف قرآن مطالعه بکنید. این که من بیام بگم که دوست عزیز، من بیام بگم برادر عزیز، من این بیام بگم که آقا من اینا رو قبول ندارم، من اینا رو اصلا بهش نه، این نمیشه، این بحث علمی نیست. بفرمایید الان من حرف شما رو میشنم. بفرمایید خیلی مختصر. من ان شاء الله هم مختصر ان شاء الله برای هفته بعد من اگر به من 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه وقت بدین، من اصلا نمیخوام بحث بکنم، فقط یه سری مطالب رو با ذکر منبع براتون میخونم که اسماعیل صفوی در تبریز آدم کشت. بله آدم کشت. جنایت بدی هم تو تبریز کرد. بله خیلی جنایت بدی هم کرد. اما اونا کیا بودن؟ این یه تیکه گفته نمیشه، یه تیکه. این ایران 2 قرن در تحت اشغال مغول‌ها، اتراک بایندریه، تیموریا اینها بود. تختگاهشون هم یعنی مرکز خلافتشون هم تبریز بود. برای بیرون کردن این آدم‌ها اشغال کرده بودن ایران رو. بله اتفاقا خیلی هم اونجا جنایت کرد، اما یه تیکه رو نمیگن که اینا بومیان ایران نبودن تو تبریز، که بعد اینکه اینا رو بیرون کردن بومیای تبریز تازه وارد تبریز شدن. حالا این وسط یه سری خانواده ها با اون افراد وصلت کردن و فلان و یه جنگی هم. میخوام بگم چرا یه موضوع کامل گفته نمیشه. خب در هرات چرا جنایت کردن؟ در هرات چرا جنایت کردن؟ شما الان موضوعی رو باز کردید، من مجبور ادامه بدم. در هرات چرا جنایت کردن؟ اونجا مردمای غیری بومی بودن. دارم از شما میپرسم. هرات دست همین پستمانده های تیموریا بود که مرکز خلافت چون خراسان بود. همین تیموریانی که دوست عزیز الان مثلا در ایران خمینی هندیزاده سیک، یک لحظه الان در ایران مثلا جمهوری اسلامی رو خمینی یک هندیزاده‌ای که اصلا نسبش به سیک‌های هند برمیگرده مثلا نظام جمهوری اسلامی رو تأسیس کرد. یک لحظه الان حاکم هرات در اون زمان از تیموریا بود. آیا کافر بودن یا مسلمان؟ نه الان ما تازه عکس زدیم. یک لحظه مسلمان بودن. شما نمیخواید جواب بدید، من جواب میدم. مسلمان بودن، سنی بودن. یک لحظه آقای محترم الان بگو در آذربایجان و در تبریز غیر بومی ها اومدن در اونجا جنایت کردن. خب تقصیر مردم هرات چی بود که صفوی رفتن مردم هرات غیر تیموری ها رو قتل عام کردن؟ مفتی هرات مولانا تفتازانی را چرا با اون شکل فجیع اعدام کردن؟ چرا به زنش تجاوز کردن در ملأ عام؟ بله جنگ. خب من خودم دارم میگم جنگ وقتی مثل یه سیل. نخیر جنگ نبود، حقد و کینه بود برادر عزیز، حقد و کینه بود. اومدن به مولانا تفتازانی بهش گفتن که جناب مولانا اینجا بیا به ابوبکر و عمر لعنت بفرست. این دیگه در تاریخ عرب و عجم نوشته. گوش کنید. همین آقای تفتازانی فتوا گرفتن برای قتل شیعیان با فتوایی نگرفتن در هیچ جای همچین فتوا. برعکس وقتی که در مورد تکفیر شیعه از مولانا تفتازانی آقای محترم یک لحظه، شما الان که وقتی اجازه ندید من صحبت بکنم، بیننده گرامی که داره الان من شما رو نگاه میکنه میگه که این آقا کم آورده، نمیتونه جواب بده، وسط حرفش میپره. بذارید من حرفم منعقد بشه، بعد شما با دلیل و مدرک صحبت بکنید. آقای تفتازانی رحمت الله علیه وقتی ازش در مورد تکفیر شیعه فتوا خواستن، فتوا نداد و این بزرگترین اشتباهی بود که کرد. فتوا نداد. بعد از اون وقتی اومدن وارد هرات شدن صفوی‌ها، مولانا تفتازانی رو یکی می آوردن علما رو. مولانا تفتازانی رو آوردن گفتن که تو به ابوبکر و عمر و حفصه و عایشه لعنت بفرست، اونها رو تکفیر بکن. نکرد. امر کردن زنش رو آوردن، یک خر ماده‌ای رو آوردن، الاغ ماده‌ای رو آوردن در وسط شهر و مردم سلشکر صفوی همه دارن نگاه میکنن. خانم این رو به پشت الاغ ماده بستن، لباساشو در آوردن، یک الاغ نری رو آوردن سرش بالا کردن. بعد از دیدن این صحنه که تفتازانی داشت میدید این صحنه رو،
بعد خودشو گرفتن قطعه کردن. الان بگذاریم از مسائل شیعه و سنی. آقای محترم، صفوی‌ها در هر شهری وارد شدن، در هر ولایتی وارد شدن، حرفشون این بود آقا ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه رو لعن بکنید، کاری با کارتون نداریم. نیشابوری که 100% سنی بود، همین شهرهایی که به اصطلاح مثلا منطقه قزوین 100% سنی بود، نیشابور 100% سنی بود. امروز شما یک تا سنی هم اونجا پیدا نمی کنید. به زور همه را سنی کردن. در تاریخ اسلام و غیر اسلام یک حکومتی رو بیار که شیعه رو مجبور کرده باشه که تو بیا حتما سنی شو. امروز در افغانستان شیعه هست، در عربستان شیعه هست، در مکه و مدینه شیعه هست، در عراق شیعه هست، در افغانستان شیعه هست، در تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، در بخارا و سمرقند شیعه، در حالی که همه سلسله های قوی که در این مملکت حکومت کردن سلجوقیان سنی بودن. وسط حرفم نپر لطفا. سلجوقیان سنی بودن، غزنویان سنی بودن، تیموریان سنی بودن، ساسانیان سنی بودن، سامانیان سنی بودن، همه این سلسله عباسی‌ها، اموی‌ها، همه اینا سنی بودن. یکی اینا رو نشون بده که اومده باشه شیعه رو به خاطر شیعه بودنشون قتل عام کرده باشه، یا آورده باشه سر کوچه گفته باشه که یا به ابوبکر و عمر بگو رضی الله تعالی عنهم اجمعین، یا که سرتو میزنیم. بابا جون یک کمی منطقی صحبت که الان بفرمایید. در یک دقیقه بفرمایید. من سوال میپرسم، امیدوارم این هفته بعد به من بگید. اسماعیل صفوی قبل اسماعیل 2 قرن ایران تحت ظلم و ستم و بیداد سلاطین بود، مردم به اینجاشون رسیده بود. من این متن رو براتون میخونم از همون مواقع بعدن. از کجا؟ مصدرش رو بگیرید اول. از منابع مصدر همون سال براتون بعدن. الان اسم کتاب میخوام از شما بپرسم، ایران اسم کتاب اسم کتاب سالمو نپرسیدم هنوز. اسم کتاب اول یک صفحه اسم کتاب. بگیریم بیاد. الان هرات شد ایران. لحظات پیش که تیموریان بودن اونجا. نه، تیموریان تحت اشغال داشتن اونجا رو. مثلا الان که شما میگی خمینی اومد ایران اشغال کرد، ایران دیگه چه فرقی میکنه؟ من حرفم اینه، ببینید هرات جزئی از خراسان بزرگ بود، جزئی از ایران نبود. هرات جزئی از خراسان بزرگ بود. تاریخیاً هرات جزئی از خراسان بزرگ بود. خراسان بزرگ جزئی از ایران بود. نه خیر، ایران جزئی از خراسان بزرگ بود یک زمانی. خیلی میبخشید. تاریخ. والله ابوالفضل هم به دردت نمیخوره، عباس هم به دردت نمیخوره، چه این واقعیت تاریخی ایران. حالا هفته آینده وقت برنامه به پایان رسید، هفته آینده ان شاء الله. در حد با شما اجازه ندید من سوالم بپرسم. در حد حفظ فقط همین میخونم، شما توی نه ببینید دوست عزیز، ببینید من اینجا روش من در برنامه این است که هر حرفی میزنم با سند و مدرک و بینندم هر حرفی میزنه با اوکی. اسم کتاب رو بگید، من اینجا سرچ بکنم کتاب رو جلوم بیارم، شما بعدم بگید، چون که خیلی عذر میخوام چون گاهی اوقات از معجم البلدان تو جغرافی، از معجم البلدان که ما دیگه قهارتر که نداریم که. خیلی خوب، همین معجم البلدان که یاقوت نوشته، شما معنی ایران، یه باب بزرگ راجع به ایران باز کرد که متشکل از چه نواحی بود و چه اسمش چرا ایران شد و فلان و بهمان. حالا اینجا نوشته و میگه هیل عراق، میگه و معناه بلاد ایران، پس هم ما ایران شهر معناه بلاد ایران هیل عراق، میگه عراق ول جبالی مناطق زاگرس و کرمانشاه و اینجا رو میگفتن، ول خراسان ول فارس، اینا همشون در جمع معنای ایران پیدا میکرد. این قسمت ایران شهر رو بزن، همین ایران شهر رو بزنی تقریبا یه صفحه یا 2 صفحه است، میاد کامل ریز تا پیازشو میریزه که اون اصلا یاقوت یک سنی مذهب 2 آتیشه‌ای بود که دیگه شیعه و نمیدونم ایرانی و فلان هم نبود، اینجوری هم نبود. یک کتاب بزرگی که الان تو تمام دنیا ازش یاد میشه، کتاب بزرگی هم است، بین مسلمین هم خیلی کتاب معتبر و بزرگیه. هیچ اصلا مشکلی نیست. ببین اصلا هیچ مشکلی نیست. مثلا در مصادر بالاتر از اون، در تاریخ الاسلامی ذهبی و نمیدونم در تاریخ بغداد و در تاریخ معتبر صدر اسلام هم ما داریم که سرزمین فارس میگفتن. سرزمین فارس آقای محترم، دوست عزیز،
خراسان یعنی ایران. دوست عزیز یک لحظه سرزمین فارس یک لحظه گوش کنید. سرزمین فارس از یمن شروع میشد تا بغداد تا عراق. این یعنی چی؟ پارس خودش یک پارس جدا بود. پارس یه منطقه به نام شیراز، اینا رو میگفتن پارس. شما یه خط بیارین که ایران در شکم خراسان بود، من هفته بعد تسلیم شما خواهم بود اگر اینو آوردید، حتی ضعیف. باشه. دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان رو پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني